شنبه برگزار میگشت. الحمدلله امروز برگزار میگردد و امیدواریم یاد و خاطر آن روزهای سابقه توانیم خدمت‌های بهتر و خوبتری را انشاءالله که شروع نماییم و مفصل و آنچه گذشت و میگذرد را در این برنامه انشاءالله که تقدیم شما بیننده عزیز و گرامی نماییم. خوب، در این 25 روزی که گذشت وضعیت و حالت خیلی گپ و خبرهای زیاد، خیلی از وضعیت و حالتهای گوناگون چه در داخل کشور و چه در خارج آن صورت گرفت که اکثر ملت و مردم از آن حادثات و واقعات توسط وسایل اخبار عامه و توسط رسانه‌های گوناگون داخلی و خارجی از معلومات و حالتها به شکل آگاه و باخبر شدند و ما هم البته در طول این وقتایی که برنامه منبر مهاجر نبود میبینید که اصلاح تنها برنامه منبر مهاجر نیست و برنامه‌های گوناگون دیگری را که به مانند یعنی که هر هفته که گذشت 4-5 و حتی الحمدلله برادران تیم های تکنیکی اصلاح کار خوب نمودند، الله جزای خیرشان دهد که یعنی تا 6 برنامه هم در هفته که بود یعنی تقدیم تا نمودیم. برنامه نامه ها، برنامه های یعنی تحلیل های دیگر و برنامه نامه مرا علیحده نشر کنید که تقدیم تان شد. این دلالت بر آن میکند که اصلاح تنها منبر مهاجر نیست و وقت ساعت حالتی که دیدیم یعنی امکانی صحبت نداریم و این یعنی برنامه های دیگری ما رفته ایستاده بودند، مطالب نشر میشد که این خودش دلالت بر الحمدلله استواری و پابرجایی ما در مبارزه و آنچه که امکانی انجام دادن در مقابل یک رژیم است. الحمدلله با وجه و شیوه خوب خدا را شکر که کار خود را انجام دادیم. بله بیننده عزیز گرامی، دقیقاً این روزهایی که ما و شما قرار داریم همه شما آگاهید که ما و شما فعلا در تاریخ 10 دکبر قرار داریم و این تاریخ 10 دکبر یعنی روز بین المللی حقوق انسان معروف است که روز جهانی بین المللی و اینکه روز جهانی و روز بین المللی حقوق انسان معروف است که در دنیا در یعنی مؤسسات حقوقی جهانی این روز را همچون این روز جشن میگیرند که 75 سال قبل یعنی اعلامیه عمومی جهانی حقوق انسان قبول گردید که در این روز یعنی میتوانیم برای ملت و مردم بازگو نماییم که ما در روز قرار داریم که آزادی بیان در کشور ما و شما محدود است و صدها جوان با اتهامات ساخته و بافته مقامات زندانی شدند. امنیت به واسطه ترس روی جامعه عملی می گردد و اقتصاد در دست یک گروه خرد و یک عائله و یک کلن محدد است. مهاجرت اجباری زندگی میلیون ها شهروند کشور را ویران کرده است، اما شرم نکرده باز هم امام علی رحمانوف میگوید که من پرزیدنت دولتی صاحب استقلال و حقوق بنیاد و دنیوی و یگانه. خوب ببینید که ما و شما دقیقاً در 75مین سالگرد روز حقوق بشر قرار داریم، اما در وضعیت خیلی بد ملت و مردم کشور ما و شما قرار دارند که یعنی واقعا خیلی بد است و همیشه میشنویم که میگویند جایزه نوبل گرفته شد، جایزه نوبل این سال سزاوار فلان شخص شد، جایزه نوبل سزاوار فلان شخص شد. ترامپ حتی دعوا دارد که جایزه نوبل برای صلحی که انجام میدهد یعنی که به دست آورد. امام علی رحمانوف همیشه کوشش میکند که کرد، البته در گذشته که گویا که من صلح کردم جایزه صلح نوبل یعنی که براش مثلا در بخش صلح براش این بتیان اعطا کنند، ولی
یعنی همین روز جایزه صلح نوبل یعنی که برگزار میگردد تا اینکه در مثلا بعضی از کشورها داده شود، بغیر از یعنی که همون چی میگن جایزه صلح نوبل که در نروژ داده می شود، یعنی که این اون نیست. یعنی بغیر از این جایزه در مورد یعنی که مسائل دیگر جایزه نوبل در چنین روزی به افرادی که شایسته این یعنی حقوق انسان و یعنی هومن رایتس دی که امروز معروف است در جهان و اعلامیه حقوق بشر در این روز 75 سال قبل به تصویب یا به امضا رسیده بود، این دلالت از آن میکند که روزی خیلی برای مؤسسات حقوقی خیلی روزی مهم بود و اگر امروز رادیوی آزادی را اخبار تماشا کردگی باشید آشکارا دیدید که چی بود، یعنی در مورد بازداشت ها، در مورد شکستن حقوق بشر و پایمال و تجاوز بر یعنی ژورنالیستان و بر بلاگران و بر افراد آزاداندیش که از جانب حکومت رحمانوف می شود. یعنی یک صحبت داشتن که شنیدید کدامی که برنامه را دیده بود، این دلالت از همان روزی حقوق بشر است که یعنی براتون گفتیم. خب در این چند روز یا اینکه تقریبا 2.5 هفته که سپری گشت و ما برنامه هایی که داشتیم تقدیمتان میکردیم و وضعیت و حالات گوناگون را ما یعنی کل منافع که به خاطر یعنی که حفظ سرحدی برای میان تاجیکستان و افغانستان که 1400 کیلومتر است برای حکومت کنند و بسیاری از چیزهای دیگری که همتون شاهدید که در این وضعیت و حالت ها گذشت و این چنین در این شب و روزهایی که پدر و مادران ما و شما در کشور زندگانی دارند زیر لیمیت شدید برق قرار دارند که واقعا هم آب هرگز کم نشده است. دعای باران کردن وقتی که من با کمیته دین صحبت کردم در مورد باران میگه این یک یعنی حیله خوب خودی مقامات خودی رحمان فست تا اینکه گویا به شکل مردم با چون میدوند که مردم تاجیک دیندار است در زمستان کدام احمق آخید طلب باران میکنه. بسیاری از کارهایی که میکند بازم یگان نفر نمیبینیم که یعنی که در همین قضیه یگان گپ بگه. با او روز شنبه زنگ زده استم یا الحمدلله اینا دعای باران کردن، دعای استسقا کردن، باران بارید. وقتی که میگردم میگم خیلی در دعای باران مردم در یک ماهای بهار میکنن که برای زراعت یا اینکه دعای باران در تابستان میکنن که خیلی که زراعت خشک میشود یگان وضعیت. دعای باران در زمستان یعنی که کی میکند یا آدم شو باشه یعنی که بگه که به شو شو بگه ملک شو نباید شو شو. یعنی رحمانوف همیشه با مردم و با افکار مردم با هر شکلی که هست میخواد بازی کند. هر چی من هم مثل فکر میکنم که یک به عقل تاجیک میبرویه میگه میگه نه یگان گپ نیست هم صدای برای اینکه لیمیت برق جاری شد مردم در یک وضعیت نابسامان قرار دارند و گویا مردم میخواد فریب کند که انا که من باید که او بخیزه یعنی که دعای استسقا بکنه. میدونه که مردم مسلمانه های دیگه که گویا که بسی خب کنه یگان گپ نزنه. این بازم دلالت از همون شیطنت های رحمان است که مردم تا امروز فریب کرد و حتی بدین ما و شما میخواهد که دست بزند و فریب کند مردم در یک وضعیت و حالت های یعنی وخیمتر قرار بده. در حالتی که بپرسه هر کدامت که عقل داره سواد داره بپرسه که بابا تا بپرس کتاب بخون یعنی بفهم که آیا در زمستان یگان وقت دعای استسقا میخونن در حالتی که زمستان خودش سرد است و یعنی که دعای استسقا همیشه در ماهای بهار و تابستان ممکن است در تیراما هم اگر خوانده شود ولی واقعا در زمستان دعای استسقا خواندن این یک اعجوبه تاریخ است که مثلا نمیدونم دیگه با کدام شکل توصیف و بیان کنم تا اینکه مخاطب من ملت و مردمم یعنی بیشتر بفهمم. واقعا همه کاری که رحمانوف میکند برای گول زدن و برای فریب کردن و برای بچالیش کشیدن و برای با مردم و
با وضعیت‌های ناگوار قرار دادن است. یعنی دین میگه با دینمون بازی میکند، دموکراتیا میگه مریم کراتیا گورسوخته میسازد، دولت صاحب استقلال میگه غلامیستان ساختگی. یعنی به برخی افسانه میشود میگه لیمیت برق شدیدتر میکند. خانه های بلند آشیانه در تاجیکستان ساخته میشود رستم جان، در حالتی که وضعیت مردم و وضعیت یعنی که اهالی کشور با بدترین وضعیت قرار دارد. مردمی که در یعنی که بلند آشیانه ها زندگانی میکنند با کدام وضعیت بد گرفتارند. پول های مردم میگیرند به خاطر ساختن مثلا خانه های بلند آشیانه، ولی مردم فریب میکنند. کی فریب میکند؟ همون دامساز. نه، باور کنید او دامساز فریب نمیکنه. شما چخالی که رحمان و در زمستان دعای استسقا مردم احمق کردگی تو اینکه فریب تون کنه تو بره بگی خیلی باران نبرده است، برای ما دعای باران کنیم تو اینکه باران برده آبانبار پر شود. آبانبار پر 100% برق تا نمیتیزه شمارتون کنیه. انا همین وضعیت های گوناگون دیگری هم که میاره، شما فکر نکنید که او دامسازی که دام ساختگی هیچ دامسازی که میخواد دام بسازه او نمیخواد فریب کنه. من حمایت از یگان دامساز نکردم و یگان دامسازی که یعنی که بشناسمشم همین از نوشته های شما میشناسم، ولی اساسی ستم و ظلم و نساخته شدن خانه ها بازم بچه امام علی که رستم است و نزدیکان او و کمیته ها و بخشایی که برای ساختن یعنی که یک بنیاد یک بنا اجازت میتین براش، یا اینکه یک تاجری که نزدیک به عائله هست و اون یک زدنیه یک بنای را راست کردن یای این بنای این درست شدگی به خاطری که بنای این راست نشود کوشش میکنه فشار میارد بنای قریب تمام شدگی را تا اینکه مردم ای را بمونن با بنای درست میشدگی عائله رحمانوف یا نفر نزدیک به عائله مبلغ بتین تو اون ساز کنن. شما ملت عزیزم فریب نخرید. وقتی که همتون میرید بروی همون دامسازی که باید بنیاد ادامه کنه، بیچاره همه چیزای لیفت خریده آورده است باید بنیاد کنه، شما نمیدونید که او را چگونه زیر فشار قرار دادگین تا کار نکند. نه رستم بعضی وقت میفهمه، نه آزاده و نه رحمانوف میفهمه. مثلا این بنا بلند شدگی است و یک نفر دیگه از نزدیکی مثلا مثال میگیریم بنای بیگ صبور ای یعنی که اوچش ای یک نفر دیگر ای عزیزمای گازیتخانه منظورم است، آدمای اونم مخصوص راست میکنن، هر یک نفر مخصوص دیگر میتونه در نزدیکی همو بگیره. به خاطری که این پولش تستر بگیره و کتلوان مثلا آماده کرده است اینکه این کار درست کنه، این کار قریب از چند منطقه دوشنبه و مناطق گوناگون برای ما چنین شکایت از دامسازها خودشون رسیدگی که ما اخی نخواه فریب کنیم مردم پولاشون بگیریم و خودمون ضرر بکنیم، ولی میایه دام دیگه نه راست کردن میشه و برای اینکه دام او راست شوه ما باید زمرازید باشیم به شکل باید دام او کار کنه، یعنی که باید اونا مردم برام پول بتین تا اینکه وضعیت ما به همین شکل باشد. بارها براتون بیان کردم که رستم 5 میلیون دلار زرست میگیره میکنه در یعنی که حسابای بانکی تا اینکه شخصی که دامسازی که میخواد دام بسازه چیکار کنه 5 میلیون شم میگیرن میمونن تا وقتی که اگر یگان شکایت شد بگن که کار نشید از همون پولی که خودش میتینش میگن که بگید دوام بده دام تا اینکه مردمی که پول گرفتگی تو باید یعنی که دام تا بسازی، ولی میآید همون پول ماندگیش نمیبینه دیگه نمیآوه. این مرده که دامساز میگه خیلی تا جای میسازم پول که نیافتم و پول خود میده بانکی بعد میرم میگیرم از همونجا یعنی که با ادامه میتیم کار ما میگه بچه پیشوای ملت رستم جان گفتگیه که 5 میلیون ایره در فلان حساب بگذارونیم. ابر دقت کنید چقدر مردم پدر و پسر اینا غارت دارن ولی باز هم چاپلوس ها به شکل نمیتونن فهمیده و باز هم میخواهن که یعنی که حمایت از همین رژیم کنن، باز هم به شکل میخواهن که یعنی از همین رژیم به شکل یاد کنن. یعنی این واقعا هم یک بدبختی است که نمیدونیم با کدام شکل و اساس ما وضعیت و حالت این یعنی که ملت و مردم بفهمیم. چرا؟ چون که واقعا هم وضعیت و حالت به همین شکل است. وضعیت و حالت به همین شکل است. وضعیت حالت به کدام شکل؟ به شکلی که یعنی این مردم به این وضعیت رستم امام علی و امام علی رحمانوف آورده است رسانده است، ولی این رژیم تا به امروز ما و شما را با همین حالتی که هستیم
نگهمون میداره، فریبمون میکنه، زچومرد میکنه این ملت و بدترین حالت و وضعیت میرسونمون. باز هم مخالف گناهکار یا اینکه او فلانی گناهکار، در حالتی که یگان مشکل وجود ندارد. مشکل اساسی اگر دزدی و غارت نباشد، یگان مشکل وجود ندارد اگر حالتی که میخواهند انجام تیند اون حالت با واقعیت هایی که هست و همون واقعیت ها کار کنند. ولی مهم چی است در اینجا؟ مهم آن است که ما و شما باز هم به شکل از این یعنی که رژیم میترسیم و مردم به یک وضعیتی بد و ناگوار این عائله کثیف و پلید رحمانوف آورده است و رسانده است که یعنی پیش من گرفتگی در اروپا، از او زورترش گرفتگی رفتگی در امریکا، که اوش که در آسیا گویا او پولو اسیر 50% لوبو خیلی او رو میقپن رویش میکنن، یا که رسوم قپن اوکراینش روی میکنن، یا اینکه میقپن ابراد تاجیکستان دپورتش میکنن. یعنی شهروند تاجیکستان سبچکا کردن و یا آدم سبچکا برنامه یا اینکه چیزای سبچکا کدوم بازی کردگی باشه میفهمه که یعنی که سبچکا کردگی این ملت در دست عائله رحمانوف و مانند سبچکا قرار دارد و هر شکلی که بخواد فوتبالش کرده است. زورش گرفت اروپا، امریکا، بعضی کشورهایی که دسترسی یعنی مقامات دیکتاتوری به اون ندارن و بعضیش در روسیه قرار دارد که اون حالت سبچکای اساسی قرار دارد. به هر شکل فوتبالش میکنن یعنی برای برگرداندن به وطن یا اینکه روان کردن به اوکراین به خاطر مرگ کشته شدن یا اینکه به خاطر جوشیدن. یا شورق جان زنگ میزنه یا رمضان رحیم زاده زنگ میزنه یا بزمک یا خوبمک یا سگمک یا یعنی که خرمک زنگ میزنه که تو پل روی که او باید پل روی کنه. اگر پل که روی که معقول نشید و یا شکل در قرآن خوشش میکنن و یکان شکلی و جنگ میروه یا اینکه ابراد تاجیکستان میایه یا زندانی میشوه یا اتهام بچش میکنن. یعنی این ملت حیات و زندگی این ملت در نظر این مقامات دزد و غارتگر ما با مانندی یک سراب است، یک میراژ است که نمیداند فکر میکند آب است ولی میرود آب نیست. در حالتی که ما وضعیت میراژ اگر یا اینکه سراب به حالت باشه فکر میکند آب است میرود آب نیست، در حالت ما برعکس همون میراژ است، برعکس همون سراب است. یعنی واقعا هم فکر میکند دام نیست ولی میرود که دام است. یعنی ملت و مردم تاجیک رژیم رحمان رو به همین وضعیت و به همین حالت آورده است، قرار داده است. خوب، چنانه که در وضعیت و حالتهای عمومی جهانی میبینیم وضعیت به همون حالت ادامه دارد، اما در اروپا هم بعضی از یعنی کارهای گوناگون صورت گرفته ایستادند از طرف مقامات رحمانوف. باز هم به خاطر یعنی کارهای انجام دادن برای خوب ادامه حاکمیت و برای یعنی حالت و وضعیت خودی یعنی دولت به شکل باید مردم به یک حالت ترس و وحشت و دهشت قرار بدن. البته مقامات یعنی تاجیک با هر شکل و با هر یعنی راه کارهای را در وضعیت های گوناگون یعنی که آب لایالود داره. البته چون حالت و وضعیت به شکل‌های گوناگون در هر کشور اروپایی قرار دارد، مثلا در فرانسه هیچ مشکل از نگاه عمومی ما نمیبینیم. در آلمان وضعیت به شکل یعنی به حالتی خیلی تراژدی قرار دارد، در لهستان به حالت عادی هست و در بعضی از کشورها در وین هم یعنی که به حالتی بد نمیتونیم بگیم در وین قرار دارد، ولی در وین بعضی از تحرکات دیگری یعنی که مقامات صورت گرفته ایستاده است. خب دیگر در بلژیک معلوم است که اون زیر نظارت شدید، تمامی سفارت‌های تاجیکستان زیر نظارت شدید کمیته دولتی امنیت ملی، ولی یکی از یعنی رزیدنتورای اساسی امنیت. بعضی فکر میکنن که مثلا این دولت اون دولت یا این که مثلا ستاروف در آلمان کارهای را انجام داده است، ولی واقعا هم سفارت تاجیکستان در
بلگیا یا بلژیک وضعیتی یعنی که عجیبی خودش داره، اگرچند که در بلژیک ترک‌ها هستن ولی نه به اندازه آلمان، نه به اندازه یعنی منطقه‌های دیگر، چون بلژیک به قدر دولتی یعنی پناهنده قبول کننده زیاد نیست، اگرچند هستند ولی نه یعنی به مانند کشورهای آلمان و فرانسه و یعنی اینها. و بلژیک یکی از مقرهای اساسی اتحاد اروپا، چی در یعنی که مجلس یا پارلمانش و چی در مجلس هایی که در اونجا میگذرد و خوب دیگر حالت های گوناگون زیاد است. و رزیدنتورای اساسی مقامات رحمونوف هم در بلژیک در همین سفارتش قرار دارد. خب ما هم چندین حالت های را از بعضی از یعنی که کارهایی که در اونجا می شود فهمیدیم و اکثر مردم همین تنها فکر میکنن بچه یعنی که احمد سعید عبیدالله فقی زمانش کردن ایتالیا رفت که در فرانسه بود، ولی اینو نه اونقدر رول کلان داشتن. و رول کلانی اساسی البته یعنی که امید نعمتزاده و ستاروف در آلمان بله نقشای خوبی دارن، ولی در اون نقشای فرمان دهنده و اجرا کننده یعنی که نه اینها نیستند و کارهای یعنی که بزرگتری را با بعضی از نقشه ها انجام میتونن که الحمدلله معلومات های خوب و جالبه به ما میرسد که چی کارهای را اینها یعنی به شکل های گوناگون انجام دادن. یعنی خوب البته روز 16 نوامبر این دقیقه ما روز 15 برنامه من انجام دادیم، یعنی روز 14 بگیش. خب بعد 16 همون کنسرت آلمان برگزار شد و دیدیم که چی کسایی اشتراک کرد. واقعا گفتیم و افغانو که الله بشرمانتان، بعضی یعنی که نمیدونن که از دست رحمانوف گرفتگی، ولی بازم در روزی به قدر یعنی که جشن پرزیدنت یعنی که گویش کار میکنن میروند در آلمان اشتراک میکنن. ایقا بدخشانی بیناموسی دیگرش که منظور مردمی همه بدخشان نیست، منظور بعضی پومیریایی که از دست ظلم رحمانوف گرفتگی اومدگی هستند که اونها بهترین برادرها هستند در مقابل رحمانوف هستند، ولی بعضی پومیریای بیناموس هم که پدر و مادر و وضعیت همش کشته شدگی است، در یک وضعیت بی‌زیب قرار داره، ولی بازم در بری همون یعنی که سفیر در بری همونها در آلمان قرار داشتن، بعضی اولیا و بعضی پول و اولیا و بعضی حاجی و پول و حاجی و دیگه. خب دیگه افراد گوناگون اشتراک کردن. البته یعنی که با کلی افرادی که اشتراک کردن در ما هست، راستش چنانه گفتیم افرادی زیادی از اصلاح اشتراک میکنن در اونجا و ما دیگر برای خودمون گرفتیم و اونانی که در یعنی که آلمان در همون جشنی خوب برای رحمانوف صورت گرفتگی اشتراک کردن، باید اونا دیگه بدونن که طبق قانون ها شخصی که از شخص گرفتگی است فرار کرده است آمده است، ولی بازم در روز اگر نوروز میرفتن، اگر یگان ایده های دیگر میبود، خب وضعیت کاملا به شکل دیگر میشد. ولی اینها در روزی که میگن که رحمانوف ما را سر کرده است ولی میروند رقص میکنن، میروند یعنی که خب دیگر خوشحالی میکنن گویا که پیشوای ملت روزی پیشوای ملت های اینا دیگه معلوم است. خب این به شکل اگر فکر کنن که کارهای خوبی انجام دادن، نه این اصلا یعنی که کنسول سفارت تاجیکستان در آلمان کار نکرد که یعنی این گویا که خیلی یکم قدر قیمتی بالای. البته این کار خیلی به منفعت ما هم شد، چون که لیمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث از طیب یعنی که جدا کرده شد، فهمیده شد، چون هر کسی اشتراک کرده است در اونجا معلوم است که دیگر اون نمیتونه بگه که رحمانوف ظالم است، رحمانوف قاتل است، رحمانوف یعنی که طریق کرد، رحمانوف منو کشت، رحمانوف این گپ دیگه فایده نداره. برای اینکه یعنی که تو کسی هستی نیستی، تو یعنی که مهم که اشتراک کردی و باز مدال ها گرفتن، منظور یعنی سپاسنامه ها گرفتن. خوب از دست خودی سفیر تاجیکستان در سمبوسه خانه خیلی دیگه فهمیده. یعنی اینا همش دلالت بر همون میکند که تا جای یعنی شخصیت و اصالت خودشون معین کردن
و این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که گاه ها مردم در بعضی از حالت ها یعنی بفره میشوند. یعنی وقتی که انسان با اعتقادی قوی و اراده متین و استوار در مقابل یک رژیم منحوس مبارزه میبرد، اگر مهما یعنی طالت هر چی قدره که درازا بکشم، یعنی که ما خسته نمیشیم. برای چی؟ به خاطر اینکه این یعنی حکمت الهی است و از اون حکمت کسی آگاهی ندارد. حضرت نوح 950 سال یعنی امتحان شد، مالکو امتحانی زیاد نشدیم و عمر ما یعنی که 10 برابر عمر ما اون امتحان شدگی حضرت نوح کم است. و اما خاطر ما و شما چی است؟ ما و شما در وضعیت قرار داریم که در حالت امتحانیم و اما خاطر یعنی که طولانی شدن مبارزه دلالت بر خسته بدن نباید بکنه. یعنی ما و شما در مبارزه وقت طولانی شد، یعنی نباید مبارز خسته شود، نباید بگه یک نشی دیگه ایره نمیتونیم ما انجام داده، ما این دیگه رحمان و شکست نمیخوره، امکان نداره که رحمان. انا همین است که بدبخترین وضعیت و حالت ما و شما گرفتار میشیم که آن چی است؟ حالت یأس و ناامیدی و ترس. حالت یأس، ناامیدی و ترس وقتی که در انسان با وجود آمد، این دیگر انسان یعنی که دل مرده و پژمرده و در یک وضعیت و حالتی خیلی بده یعنی که میبرد میرساندش. و همون خاطر است که هیچ وقت و هیچ گاه نباید هر فرد این ملت از ادامه و طولانی شدن مبارزه بر علیه رحمان فی ظالم، بر علیه یک دیکتاتوری یعنی مادر به خطا رفتن، نباید که چیکار کنن؟ خسته شوند. نباید اون چیزی که میبینند یعنی که به اونها دلشون مونده بماند. نه، یعنی که هر چیزی که هست ما معین هست و هر چقدر که عمر رحمان هم طولانی شده است با حکومت ظالمانش، این یعنی که حکمت الله هست. البته بعضیا میگن که چه حکمت الله هست؟ آخه که حکمت الله یعنی که این قدر طولانی بودن، از اندازه زیادی بعد زندانی شدن مردم، یعنی به ایمان شدن مردم، به نماز شدن مردم، یعنی مردم با یک وضعیت بد آورده گرفتار کردن. آیا در اینجا جاش دیگه حکمت است؟ بله، انا همون از حکمت الله، حکمت بالغه الله، تا اینکه الله باز ماید ما و شما را تا کدام از ما و شما چی هستیم؟ یعنی که در این راه استوار هستیم. بله، این افراد زیادی هستند که از نیمه راه ترک راه میکنند، میروند، تسلیم میشوند. یعنی که افرادی که با هر شکل های گوناگون میخواهند با رژیم بپیوندند، چون امکانی دیگر طاقت کردن ندارند. ولی الله سبحانه و تعالی عبدالله ابن زبیر، یکی از شخصانی که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها مادر عبداللهش حتی میگفتند، اگرچند دختر اسما و پدرش زبیر است، خلیفه و یکی از شخصان معروفی که در اسلام گذشته است، یعنی که خلیفه یعنی که حاکم مکه و مدینه حجاز بود، که بعد از اون عبدالملک ابن مروان یعنی که حجاج ابن یوسف ثقفی با او جنگ کرد و شکستش داد. یعنی که همین نفر حتی در 6 ماه محاصره مکه یعنی که فرزنداش نایستادن با او، رفتن پیش حجاج، در حال میدونستن که پدرشون کی است، در حال میدونستن که یعنی که اسما کی است، میدونستن که اسما کیه. اسما یعنی که بیبیشون بود، بچهای زبیر، بچهای عبدالله ابن زبیر. میدونستن اسما بنت ذات میتاقین یعنی دختر حضرت ابوبکر، پدرشون عبدالله بچه زبیر، عشره مبشره، پسر عشره مبشره. و عبدالله ابن زبیر کی بود؟ معلوم است که آب دهان حضرت عبدالله با دهان رسول اکرم قبل از وفاتش مخلوط شده بود، منظور در مسواکی که یعنی که چی کرده بود، با دهانش باز کرده بود و رسول اکرم وقتی مسواک میگیره میتیش و حضرت عایشه میتی رسول اکرم دهانش قبل از وفاتش یعنی که مسواک میکنه. یعنی خیلی چیزا داشت، حتی فرزندای همون طاقت نکرده. این امتحان است برادرای گرامی. شما نگید که بچه فلانی رفت، بچه محمد اقبالی کار کرد، بچه فلانی کار. نه، این راه نیست که بچه کسی حضرت نوح فرزندش وقتی که گفت که بیا همراه من بشی، چیکار کرد؟ بچه حضرت نوح
گفت که بالا ببرم یعصمونی من الماء، من از زمین آب نگاهم می‌داره، من بالا میبرم. حتی حضرت نوح یعنی که در لغت و در یعنی که تجوید قرآن اگر اهمیت داده باشه، ارکب معنا، یعنی ارکب معنا یگان لفظ به همین شکل نآمده است، ولی در همین لفظ استثنایی ارکب معنا نگاه کنه، حتی از لغزشی که بچهش گپش نمیگیره ارکب معنا، ارکب معنا. حتی الله سبحانه و تعالی دقیقاً یعنی که به شکلی که همون حضرت نوح بچه‌ش در حالتی که باید کشتی سپرش همراه من تا اینکه از آب نگاه کنه، یعنی که حالت بیان داشت که حضرت نوح. بعد الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ گفت انه ابن تنس، گفت انه لیس ابنک انه عمل غیر صالح، اون فرزند تنس اون عمل غیر صالح است. به همون خاطر شما هیچ وقت با فرزند کسی چه کاری میکند یعنی مشکل در مبارزه ایجاد نکنید. هیچ وقت هرگز شخص خودش کارش میکنه و دادری او، بچه او، اقای او یگان اهمیت ندارد. اهمیت شخصی مبارزی کار میکردگی خودش است. پس هیچ وقت مخلوط و عرلش نکنید. فرزند یک کسا، بچه یک کسا، یعنی دادر یک کسا در مبارزه، داماد یک کسا، یعنی این مبارزه است. هر افراد گوناگون در خودش میتونه داشته باشه. به همون خاطر ما در این قضیه خواهش میکنیم خوب یعنی که دقت کنید. این خستگی در هر نفره که پیدا گشت اون میره و تسلیم رحمان میشه و ما یعنی که در این هیچ شک و شبهه نداریم و تسلیم شونده رحمان دلالت بر شکست خورده شدن مبارزه نمیکنه، دلالت بر یعنی که استوار بودن رژیم خانوادگی رحمان فنا میکنه. این دلالت از یک مقطع تاریخ دیگری مزین و گوناگون بودنی وضعیت و حالت مبارزه را میکند که ما شما باید دیگر در این قضیه خوب همه وقت آگاه باشیم و بفهمیم. خوب در این قضیه حالتهای گوناگون به ما از آلمان رسیده ایستادند و هر دقیقه هم الحمدلله بچه ها چکاله که میگیم یعنی که کارهای زیادی را در آلمان با یعنی که اون طرف انجام میتین. اونها میخواهند که با ما به شکل بازی کنن، ولی الحمدلله بچه های اصلاحات خواهان و بچه های اصلاح کارهایی را انجام داده ایستادند که انشاءالله اونها را در حالت شوکی و یک حالت خیلی ناگوار قرارشون میتین. من بار دیگر میگم شخصیت در مبارزه خود محمد اقبال است، نه شخصی که نزدیک به او است. شخصیت مبارزه در خود همون شخص است. یعنی افرادی که با اون از نگاه خویش تباریان، برادری است، فرزندی است، اون هیچ وقت شما محک اساسی قرار ندید. اگر چنده که تاجیک همه وقت اون اساس قرار میتید. ولی من برای شما مثال های زیاد گفتم، یک تا از عبدالله ابن زبیر صحابه و یک تا از حضرت نوح و هزارها نفر دیگر هم میتونم مثالتون بیارم که هیچ وقت شما فکر نکنید که یعنی که باید که شخص خیلی باشه بچه او باید یعنی که با مانند خودش باشه. نه، چنین چیز نیست و این چیزا نمیتونم من قبول کردم و این چیزم در تاریخ هم زیاد مکررن تکرار شده است. و همون خاطر من هیچ وقت نمیخندم. برای چی؟ به خاطر اینکه اگر که من که بخندم پس یعنی که بسیاری از بزرگای گذشتگی ما و شما فرزنداشون میخیل کردن. یعنی این جایی چی نیست که ما بگیم فلانی فلان کار کرد. نه، امکانی بسیاری وجود دارد که از ما میشه و از یک کس میشه، ولی مهم مردی راه و مبارز همون نفره که مبارزش انجام میتید و همون است. و اگر چند مردم ما یعنی بعضی که حالت دیدن دیگه فکر میکنم که یعنی که دیگه تمام که حقیقت است، نه، هیچ وقت اون نفر مبارزه میبردگی با اون افرادی که نزدیک به او هستند نمیتوند که در اعتقاد و عقیده یک باشند، چنانه که یک خانواده در شما 5-6 کسید و هر کدام عقیده مخصوص خود دارید، راه و روش و اسلوب و همین گونه از هر یک افرادی که در جامعه وجود دارند و امکانی یعنی که با شکل‌های گوناگون دیگرند. و همون خاطر من پیش در بعضی از وضعیت‌ها خسته می‌شدم چرا این برادرم ایتا کرده است، چرا دیگه یگون گپ نیست. مشکل در محمد اقبال پیدا نکردی، مشکل در یک نفر دیگه‌اش برای محمد اقبال اهمیت نداره. برای چی؟ به خاطر که ولا یزر وازرة وزر اخرى، الله میگه گناه هیچ کس بر گردن هیچ کسی دیگر
بار کردن نمی شود. گناه هیچ کس یعنی که بر کردن هیچ کس دیگر بار کردن نمی شود. خودش باید، هر کسی که از خودش باید جواب بده در کار و جنایتی انجام دادگیش. او کسی باشد فرق ندارد، اون مهم نیست که کی هست. خب این قضیه را ان شاء الله که باید ملت و مردم بفهمند. در قضیه آلمان واقعا چند روز قبل کنسول تاجیکستان امید نعمتزاده به دوسلدورف رفت و در یک جمعیتی تاجیکا بوده است، در اونجا هم اشتراک کرده است و تهدیدها به افرادی که در اونجا هستند کرده است در مورد اینکه شما درسی یعنی که اسلامی نتیه. و با اون بعضی از کزیالایی که در اونجا بودند، من یعنی همین فیروزی یعنی که احمق، همین فیروزی زرد ریجی مخوف، همین هم یعنی که کارهای را انجام داده است. البته این خیشنیک به شکل یعنی کارهای را انجام داده است، ولی بازم از داخل مقامات وقتی از داخل تاجیکستان معلومات میگیریم یعنی یگان ارزش نداره، میگه این قدر آدم نیست ای و این یعنی که استفاده میشه و رنگی پرزراتیو پرتافته میشه. اما شما همه را مطالعه میکنید، نمیگه خاصتا همین یگان نمود خیلی یعنی چی نداره تری بگویی که شخصیتی است که ارزش داشته باشه و قدر تری گپا نیست. او گپایی که سفیر میگشت، کنسول میگشت، اونا یگان خیلی ارزش ندارن. اینا باید بفهمه و برعکس بعضی افرادی که از دنغره هستند در اونجا البته تختون میفهمه ارزش قدرشون بالاتر از این یعنی که فیروز است. اینا یعنی که مردم باید خوب بفهمن. خوب رفتن تهدید کردن دیگه درس نتیه، دیگر یعنی که اگر شما درس بتید تا 18 سال پایانه یعنی نامهای شما با تاجیکستان روان کرده می شود و شما مورد پیگرد قرار می گیرید. من حالا دیگر وقت و فرصت قانون آلمان در مورد یعنی که همون چی نام دارد، در مورد قانونهای دولت آلمان که چگونه باید مثلا شهروند آلمان یا مقیم آلمان و از چگونه یعنی خصوصیت ها باید که برخوردار باشد. خصوصیت های در مورد آزادی دین، آزادی وجدان، آزادی یعنی که ویرا اسپاویدمی دین داشتن، رفتن به مسجد، فرزندت چی میخونه نمیخونه، اون به عهده همون پدر است که انجام میدهد. یعنی کل طفل یولد علی فطرت الاسلام ابواه یوحدان. خوب حدیث معروف که هر یک طفل با فطرت اسلام تولد می شود، بعد از اون پدر مادرش هستند که اونا یعنی که مسلمانش میکنن، موحدش میکنن، یا این که از دین بدون یا به یگون دین دیگر یا مجوسی یا این که مثلا نصرانی و به هر دین دیگر، یعنی هر طفل با فطرت تولد می شود. ولی غیر از کودک تاجیک غلط نفهمیدم، منظورم غیر از کودک تاجیک وقتی که میگم یعنی رحمانوف همین کودک تاجیک که باید تولد شده است با فطرت، هم کودک در دنیا تمامی از تمامی یعنی که بنی بشر که در دنیا زندگی دارد به فطرت اسلام تولد میشوند، ولی رحمانوف همون فطرت میخواهد که پدر مادر نه، رحمانوف در ملت تاجیک قضیه را میبینه. یعنی همون فطرتی که الله سبحانه و تعالی فطر الناس جمیعا، تمام انسانیت فطرت داده است، وقتی که همون فطرت الله سبحانه و تعالی برای تمام بنده هاش در زمین داده است، رحمان و پلید میخواد همون فطرت از ملت تاجیک عوضش کنه. مثلا تو کودک تا فطرت شه وقتی که اون تولد شده مسلمان است، ولی تو تربیتش میکنی مثلا بت پرستش میکنی، تو تربیتش میکنی یگان عقیده بعد دیگر هم میاری یا زردشتش میکنی یا اینکه نمیدونم یعنی هر دینی مسیحیش میکنی یا که یگان دین دیگر، ولی رحمانوف هر یک کودک در تاجیکستان تولد میشه تا 18 سالگیشه تا وقتی به بلاغت میرسه، تا همون وقت او باید که یعنی که یگان دین ندونه، باید حتی پدر مادر از ظلم میکنن که پدر مادر باید یگان کار نکنن در تعلیم دادن، در آموزانیدن، تا اینکه او فرزند باید از اسلام از فهمیشی آگاهی دینی کاملا صفر باشه، زیر صفر باشه. و در همین آلمان هم یعنی که آمدند همین مصیبت بالای مهاجرا میخواهند که یعنی که سوق دهند
ولی بعضی از ملاهای چاپلوس دستا پیش بر گپ نیستای، یعنی جناب کنسول ما یعنی که زهونو بروردگی تری میلسن، مثلا بعضی چاپلوسو رحمونوف میلسن، ولی ایدست رحمونوف گرفتگی در همین جای اگر بقپش لوبو خیلی پرابلمش میکنن برای اوچش برای پایمون بفهمی هر یک قاری به ملایی که در همین جا ارتباط دارن با هم سفارت اقفاشون نماز نخونه، چی توجیکه چی افغانی یگان نمود خیلی اینها او اصلا همون ماهیت اساسی واقعی دین خودشون نفهمیدن، اینها دستاشون پیشی بر لیسیدن. ما باید که کراچی همتری میکنیم یعنی بچه‌ها را جواب بده دیگه، کودک‌ها درس نمیخونن. واقعا در آلمان باید که مؤسسه هایی که با سیاست یگان خیلی دخلدار نباشن، ارتباط نداشته باشن، تماما لازم نیستن، ولی به خاطر اینکه یعنی که ولی همینطوری قاره چاپلوس رنگ نو اسماعیل ایخوجند اومدگی از سوخت اومدگی یم یا بزای اسماعیلش هم البته دیگرش هم میرم برای ما نام افراد زیادی هست وجود دارد که یعنی که با امنیت با کمیته دین با سفارت با اونو کار میکنن دیگه. من همین که نامی بعضی تا گرفته هستم بفهم که دیگرات هم همیتا میره پای در پای یک دیگر یک و یک بیروید. مثلا ما همون خاطر خواهش میکنیم یعنی که دیگر یا این که یعنی که همون افرادی که همکاری با سفارت دارن پس اونها پناهنده سیاسی نیستن، باید لیستی همونها از بچه‌های تاجیکی که در آلمان هستید، بچه‌های در پیمان، بچه‌هایی که در اصلاحات خواهان روی همین قضیه کار کنید. یعنی ما روی 100 نفر زیاد کار کردگان بچه‌ها، یعنی که باید روشون کار کرده شود تا اینکه دولت آلمان هم بفهمن، ما بفهمیم، همه بفهمن. اینا یعنی که به خاطر اینکه اومدن پناهنده شدن چیکار کرده‌اند؟ رفتن در خدمت رحمان. برای در تاجیکستان در خدمت رحمان لوباش میتونی بلیس در یک جا اومده لیسیده ایسه، یعنی ما ایره قبول نداریم. یعنی بعضش اگه من این برنامه بیشتر نام نمیگیرم، یعنی که باید خودشون بفهمن دیگه با دارو با یعنی که چیزی دیوانگی قبول گرفتگیان، یکی در اطاعت سفارت در اطاعت کنسولگری قرار دارن، در اطاعت فیروز. ما هر یک کدوم شما نامتون رسیده است، هر یک کدوم با نام، عکس، نسب، همه همین های شما در دست ما هست. شما فراموش نکنید بعضیت میروند در ایسه، بعضیش میروند لا اله الا و لا اله الا، بعضیش مزبزب میروه یعنی که امید در اوجا گپ میزنه، تهدید میکنه، میگه که این کارو نکنه، دستکار پیش بر میگیرن، میگه ما باید که دیگه بچه‌ها درس ندیم او 18 سال پایان ممنوعه گفته همین شکل. ولی بازم بعد او میخیزن میروند با سفیر خطی در یک جا میشنن سمبوسا میخورن. خب چی میتین گفته گپو خاک دیگه معلومه سپاسنامه میتین که شما بسیار هم چاپلوسی خوب هستید، یعنی که با هر شکل اونها را چیکار میکنن. بعضی صحبت‌های در اونجا کردید، چی گفتید، چی کارها شد با فیروز و با اون خب با بزغلای همراه بودن، همش برای ما معلوم است. باور کنید معلومات‌های خیلی جالب و خوبه از سفارت تاجیکستان در آلمان برای ما میرسد که از مرد زنش، از کارهایی که انجام داده ایستند، از نفرایی که میروند با اونها همکاری میکنن، افرادی که دناز خبر میرسونن. هم خطان میگم بدونید که افرادی که با اینها همکاری میکنید یعنی وضعیت شما خوب نیست. من همیشه مردک وره خبرتون کردم وضعیت خوب از جهتی که شخصیت شما شناخته شدگی هستند. بار دیگر میگم تاجیکایی که پناهندگی سیاسی داره و با مقامات تاجیک با سفارت تاجیکستان در آلمان ارتباط دارید، شما آمارتون دقیقاً معلوم و معین است. دیگر هیچ جایی گریز نداره. فیروز کی است، چیکار میکنه، با کدام شکل ها کار کرده است، اینا تمام ملت و مردم باید بدونن که اینها خائنان هستند که خب بعضی افرادی که زنگ زدن بعضی نماشون گرفتن گریه کردن که ما نیستیم، اولی هم قطعی همونا اینا را دیگه برنامه مشخص معین یا صورتش موندن یا خیلش 3.5 هفته گریه کرد یکی صورت من شو مونده حضورم صورتاتون هستن یا تا صورتاتون هستن چیکاری که کرده هستن همش. من حالا فعلا که آغاز برنامه بعضیش بسیار زیق شد که خرسنش دادن، بعضیش که گویا که چی ما برنامه را دیگه نمیکنیم، تمام که دیگه
بزغلانه ما برنامه‌مون الحمدلله که به هر شکلی که هست، اگر که برنامه منبر مهاجر نشد با برنامه دیگری برای معرفی نمودن بزو یا میکنیم در داخل نامه ها در برنامه مرا علیحده نشر کنید. یعنی که هست من چندین نفری هست که فعلا در اینجا دست من اومدگی است، مثلا از دیلاور، از اعظم، از یعنی که خوب دیگر از اسماعیل، از شهرت، از اکمه دیگر نام هم تگرفته هستم، ولی نام، عکس، کار، بار همه وضعیت، ولی واقعا شرم بود برای بعضی از افرادی که در آلمان قرار داره و حالی میترسه و میگه که ما در آلمان درس نمیتیم کداکمونه، یعنی همین خیلی. پس همون مؤسسه‌ای که میبینه همین خیلی با تاجیکستان، با یعنی که جمعیتایی که با تاجیکا پیوست، با سفارت تاجیکستان پیوستن، شما خودتون تمام ارتباط نگیره بمونه که همونا خودشون دیگه به شکل یعنی که خلاص شود. شما باید که وقتی که پناهنده سیاسی هستید تو دیگه با یگان شکل خود سفید کردن نمیتونی بره با یعنی که مؤسسه های تاجیکی که یعنی که اونها واقعا هم با رحمان با رژیم نیستن، اونها مردانه کارشون انجام میتین. فرزند تاجیک در آلمان، در اروپا بچه 13-14 سالش دست. انا اگر تو کی وقتی که نمیخوای سوزی به دست باشی، پس باید فرزندت دین شاید بگیره، فرزندت فرهنگ شاید بگیره. موده یعنی که دیاسپوراهای تاجیکی بر سیاست ارتباط داشته مهم نیستند. دیاسپورای تاجیکی که تماما با فرهنگ، دین و ملت، تمدن و مدنیت این ملت کاردار باید باشند و با فرزندای این ملت کار کنند. انا همون خیلی دیاسپورا اگر شده شوند، تمام مردم از سیاسی و غیر سیاسی میتونن که فرزنداشون خطی برامن. ولی او دیاسپورایی که بزغلا و قاریای پولو دموکرات و پولو تکفیری و پولو یعنی که رحمانوفی و پولو مریمی و پولو نمیدونم مریم گورسختگی هستن، ایتری یعنی که ملا و قاری لازم نیست برای ما. همین دینتونه از افراد ناب، از افرادی که یعنی اونها میتونن کاری انجام بدن، از همونها باید بگیری و با همونها ارتباط داشته باشه. وقتی دیدی که فرزندت را از خوندن تعلیم باز داشتگی، پس تو دیگه نیاز نداری به او جمعیت، اصلا نیاز به او جمعیت نداری. اگر دیدی که هر جمعیتی تاجیکی که همین کار کرد، پس شما فهمی که وضعیت گزیب است. یعنی تو باید تجدید نظر کنی، این هر کدومت بفهمی. ما نام‌های بزغالاها برای ما الحمدلله به هر شکل رسیده است، ولی دیگر خب و سکوت در مقابل این بزغالا نمیکنیم. در مقابل بزغالای آلمان، هر بزغالایی که در هر کجایی که قرار دارن، ما دیگه خاموش نمیباشیم. یعنی اینها را برای ملت و مردم بازگو میکنیم تا اینکه ملت و مردم از شخصیت‌های اینها خوب آگاه باشن. همین پیوندی که اینها میگن دیاسپورا، حکومت آلمانی را ثبت نام کردگی نیست. حکومت آلمان همین دیاسپورا را ثبت نام کردگی نیست. برای چی؟ دیگه باید فهمید برای چی. یعنی اینا همش یک اگنتورهایی که یعنی که یچه های خوابیده کمیته دولتی امنیت ملی در آلمان. و اما خاطر بچه‌هایی که از تمام گروه‌های سیاسی هستید، خوب دقت کنید کارهایی که باید انجام دید انجام دادن در کره. ما یعنی که یک دشمن داریم، دشمنمون رحمانوف است، چی برادر گروه 24 چی، یعنی که همه گروه‌های مخالفی که هستید همه باید در قضیه یعنی که همین کارهایی که شده است باید ما در این مسئله ها همکاری مونه به هر شکل هایی که میتونیم انجام بدیم. یعنی که با هر راهی که امکانی انجام دادن کار در مقابل یعنی که این رژیم هست و باید با هر شکل باید انجام بدیم. الحمدلله عکس ها، نام ها، افرادی که همکاری میکنن در چی زمینه ها، در کدام بخش ها، در کجا وام میخرن، فیروز چیشون میگه، چخیل پاسپورت میفروشن، چخیل پول میگیرن، چیکار میکنن، یعنی امید چیکار میکند، اگه پول میگیرد، چخیل زینا میکند، زنای مردم، دخترای مردم چیکار میکنه، همش دمو هست آماده راستیست. یعنی من از این نگاه میگم تا اینکه بفهمم که تا کجا را کار کرده هستیم. و او فیروزه که بعضی فکر داره که او خیلی هیچ کنسته او یا نیکتو یا کازیال اپوشینیه هیچ کنسته که شما با بعضی افراد برای همین اومدن قطعی جنگ کنیدن 50 تا چیرا سپارسمنت گرفتنی بعضی دیمان اومدن انا میتمیویان
انا آدمی که میخواستی حمایتش کنیم تا میآید چنگره کد میشنونه دستکات پیش بر میگیری گریه میکنی انا میره میگن چی یعنی که الله سبحانه و تعالی وقت انسان میزنه انا میخیل به همین وضعیت ها انسان میزنه انا میره ذلت میگن آره چی به خاطر که تو عزت از الله ندونستی تو ترس از الله خوف نداری وقتی که خوف وقتی محبت رجا و خوف در تو تری و ادنام سه در یک نباشه تو نمیتونی که مسلمانی واقعی باشی و یعنی که اون چیزی که میگویی تو تحقق اعمال تو تحقق پیدا کنه تو باید الله تا دوست بداری تو باید از الله رو ترسی تو باید ترس داشته باشی و تو باید امید داشته باشی وقتی این سه چیز در شما که گپ میزنید صحبت میکنید یک جا نباشن پس شما چگونه خودتون ادعای داننده دین و توحید و عقیده و این چیزها میکنید و میبرید مردم درس میگید نه بخشش شما کاملا در این قضیه یعنی غلط کرده اید به همون خاطر ما هر کسی را که بسیاری افرادی را که در همون آغاز من یعنی که بزیشونه در آلمان اعلان کردگی بدیم گپ زدگی بدیم همون برادرایی که امروز خاشع خاضع در پیش رژیم کنسولگری قرار دارن همینا حتی پپریاب درآمدگی یعنی امروز الله سبحانه و تعالی آمد شخصیتاشون یعنی که آشکار کرد انامین از ذلت الله انامین از وقتی که تو عزت از الله ندیدی و عزت از مردم دیدی خداوند تو را به همون یعنی که شخصانی که تو عزت از همونا فکر میکردی و همونا واگذارت کرد همون خاطر خواهش میکنیم بچه‌ای که در آلمان هستید در این قضیه دقت بدید شخص دیدید که همتری میگه تماما نور اهمیتش بده نکار داشته باشه فرزندک تا بر تربیتش بده تا اینکه آینده بچه‌ای که خسته گرفته اومده قطعاً فرزندت پگه سوزی بدست نشوه و تو آلمان اومدگی چی شده زام تاجیکستان میبودی اقلا تاجیک میبود فرزندت بهتر بود تو در آلمان اومده بخوره که با سفارت ارتباط داره او دیاسپورا واقعی نیست دیاسپورا باید واقعا از هم مردم تاجیک یعنی که با خبر باشه سیاسی نباشه تو سیاسی هم باید باشه من در آلمان زندگی کنم بعد تا دیاسپورا برام تو بچه من همون پیش توجیکو برای بچه یکم پرابلم من دیدگاه هم مخالف دولت اون یک نفر دیگرش اومده است یعنی که کارگر است یا دیگه اومده است استودنت یا دیگه اومده است یک وظیفه دیگه داره این دیاسپورا یک مجموعه توجیکو با داشتن افکار گوناگون بعد باید اید بزید ای جنگ کنی نه اخی یک آدم اومده است مخالف سیاسی یا آدم اومده است استودنت یا آدم اومده است کارگر یا آدم اومده است به این دیدگاه است از دیاسپورا باید تمام مردم در خودش داشته باشه اینطور نیست که دیاسپورا باید فقط از چاپلوس اومده باشه اون چاپلوس هم ترکستان چاپلوس هست هر کار نداریم چاپلوس ما یعنی این وضعیت رو باید بچه‌های آلمان خوب با دقت بفهمن اگر که دیاسپورایی که میتونن یعنی که برای چی تی آدم خائن میگوی میگردی فلانی خائنه تی تری حق نداری تو باید تو همین تا قانون داشته باشه دیاسپورا که مخالف سیاسی هم بیا قطعی ما هست جانبدار دولت هم بیا قطعی ما هست استودنت هم بیا قطعی ما هست کارگر عادی هم بیا قطعی ما هست پس در این حالت هیچ وقت شما فکر نکنید که ما باید دیاسپورا میکنیم که یعنی که ما با سفارت کار داریم انا ما با مخالف تری گپ نیست وقتی که تو یعنی میترسی پس حموم ندرو وقتی که تو نمیترسی پس بدرو حموم وقتی تو در جامعه میداری کار میکنی نه ترس کار تا کردن بگی ای پدر مادرت میترسی و چه کار نکه برای در جوب شی ترچی و کاری یعنی که دیاسپورا و کاری تری کاری کلام چی برای تر برای مخاطر افرادی که یعنی که بزنیم کلا بز یعنی که دلشون متزلزل ایمانی ضعیف دارن اونا رو تمام نگیره بچه‌ای که ایمانشون با قوت هستن میتونن کاری انجام داده یعنی همونو باید بکنن ما نمیگیم تو با مخالفا ارتباط بگیری ما نمیگیم نه با مخالف ارتباط بگی نه با دولت ارتباط بگی تو با ملت ارتباط بگی ملت مردم است که اون مخالف دارد اون دولتی دارد اون یعنی که بز دارد اون نگون مشکل ندارد یا دیاسپورا که همه مردم در اوج هستن هیچ مشکل نیست ولی وقتی که جدا ساختن گفتن ها این مخالفه این نمیشه ها این دولتی میشه ها این تری باید نباشه دیاسپورا باید عمومی مردم در خودش یعنی که داشته باشد تا اینکه بتواند با تمام اوساط جامعه یعنی همکاری کنه من مخاطر در قضیه خوب دقت کنید من که امروز اولین برنامه یعنی که پس از وقفه که بود انجام دادیم ان شاء الله هم عکس و نمایی که گفتم من با همه گپ خبرشون هست من یعنی که
چی گپ زدن، چی گفتن، سفیر چی گفت، کنسول چی گفت، فیروز چی گفت، ابوبکر چی گفت، شریف چی گفت، یعنی بزغولا و ایش اوش چی گفت مجدمان هستن. و همون خاطر یعنی شما در این قضیه فکر نکنید که ما یعنی نفهمیده گپ زده هستیم. نه، ما هم اصلا میفهمیم. افرادی که در ته دیگه بیا زیاد نگم که بخدا هم حیات قضیه‌تون رو میدونیم چیکار میکنید شما. و همون خاطر یعنی لازم نیست دیگه یعنی فکر کردن که ما گرین کار کرده میتونیم. شما چیکار کرده میتونیم، ما هم بچه جهران نیستیم، میدونیم که شما چیکار کرده هستیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، برنامه امروز ما هم به همین وضعیت ها و چون که این اگر در چند برنامه گفته میشد، یعنی که این قدر زیاد در مورد آلمان، یعنی ما وقتی گفتیم که بچهای ما در داخل اون هستند، یعنی به شکل باید من این گپی گفتگی ما برای ملت مردم در کزد میکردم، چون که من حوزی پدیتال نمیتونم گفته که یعنی امید چی گفت، سفیر چی گفت، نقطه به نقطه گپاشون گپ زدن میتونم. برای چی؟ برای اینکه در بر فیروز بچه‌های اصلاح هستن، کار کرده هستن، در بر فیروز 24 ساعت قدشن کار کرده هستن. بچی هم باید گپ زنم، امید ارتباط داره. بچی من گپاش میتونم گپ زدم. همون خاطر ما وقتی گپ میزنیم که بچهای ما همینجا هستن، این کارا کردن، این کارا کردن، نشد این کارا انجام داده هستن. انا همین است، یعنی که قضیه هایی که ما و شما میبینیم و میدونیم و گپ میزنیم. در قضیه های عمومی انشاءالله که ما دیگر میبینیم همه آن چیزی که یعنی انجام کارهای صورت گرفته است، انشاءالله که وضعیت های گوناگونی را که انشاءالله با وجود می آید حتما برای ملت و مردم در روزهای نزدیک انشاءالله که یعنی که ما بیان میکنیم که بازم چی وضعیت، بازم چی حالت، بازم چی گپ و خبرها یعنی که هست و صورت گرفت. خب مثلا کار بر در آلمان، بچه‌ای که مثلا برای بچه‌ها کار کردن و کار یافتن در آلمان هم تری چیزها مش یعنی که دمو رقم ها همه چیزایی که هست وجود دارد الحمدلله که یعنی با شکل های گوناگون الحمدلله با ما رسیده ایستاده است که این دلالت بر همان چی میکند وضعیت رسید و بهترین کامپیوتر دیگر کارهامون انشاءالله که از نگاه تکنیکی و از نگاه یعنی دیده استودید که صدا هست، یعنی که صحبت ما شنویده می شود، زیاد مکس نکردم نسنجیدیم. چرا؟ چون که کامپیوتری که باید کار کند رسید الحمدلله دیگه امیدواریم یعنی که تیز ما تاجیکستان بریم. ما زیاد استودانی نیستیم چون ما هدفمون برگشتن از تاجیکستان، ولی انشاءالله اگر که باشیم خدا خواهد که خیلی دیگر کار میکند انشاءالله، یعنی که کارهامون انجام میدیم. خب الله برکت بده برادرای امریکا را، خاصتا برادران مبارزمون که در امریکا هستند، یعنی که کمر همت بستند، کاری که باید انجام دهند انجام دادن. خداوند در زندگیشان و کسب کارشان خیلی کامپیوتری قیمت است که الحمدلله یعنی که کاری خوبی را برای مبارزه انشاءالله در آینده هم انجام میتید و این هم در میزان حسنات اون برادرانی که این کار انجام دادن. البته خریدش از یک نفر بود و برادرای دیگه که هستند اونها یک جای شدند، یعنی که فرستادند که این هم دلالت بر همان میکند که یعنی که خریدار یک نفر و برادرای دیگری که فرستادند اندازه که برای اون کامپیوتر است اونش هم پرداخت کردن تا اینکه با ما رسید. این هم یعنی که از برکات این برادران امریکا است. خب ما فعلا در همون وضعیتی که بودیم، در همون وضعیت و حالاتی که هست تقریبا به همون شکل‌های قرار داریم و یعنی که ما تا 15 نوامبر یعنی که حساباتی که داده بودیم در خانه یعنی اجاره گرفته بودیم و بعد از اون تاریخ 15 باید میبرمدیم، 14 بیکاش ما خلاصیم، 15 بعد از ظهر دیگر برآمدیم از اونجا دیگر. خب همون خیلی بود دیگر. خب فعلا هم به همون شکل تنها کامپیوتر هست که در بعضی از حالت‌ها امکانی انجام کارهامون نداریم، ولی
باید که همون چیزی که ما هر ماه 1250 سوم میسپاریم باید همین، یعنی که هر ماه برای ما برسد به شکل تا اینکه ما بتونیم ادامه کار بکنیم. یعنی که این مبلغ همین است. و برادرانی که کار میکنن خب 3500 یورو هر ماه برای بچه‌ای که این گکنید که هر روز برنامه تماشا داره، هر روز برادرایی که در تیم های گوناگون اصلاح کار دارن، یعنی که اون چیزی که برای اونها لازم است 350,000 کمتر فعلا یورو، یعنی که پایان رفته است 350,000 روبل، یعنی 330,000 روبل، یعنی که مصرف یک ماهی اصلاح، یعنی که با کارگراش است. خب اینا برادرایی که امکان انجام کار میتونید انجام بدید، زحمت بکشید تا اینکه ما بتونیم کارهامون در این قضیه انجام بدیم. برادرانی که در پیپل کارشون انجام میتین فعلا انجام بدید، یعنی همین حتی بسیاری از مسئله هایی که ما انجامش میتیم توسط پیپل است که در خرید برنامه ها و پرداختن معاش ها حتی، یعنی که توسط پیپل انجام میتیم. برادرانی که میتونید انجام داده توسط پیپل، توسط کارت هایی که در اروپا هستید هیچ مشکلی نداریم. در روسیه هستید یگان مشکل برای شما در مورد پرداخت وجود ندارد. اصلا یگان کس نمیفهمند اون کارت هایی که در زیر نوار بودن اون کارت ها مشکلات بود که خب دیگر معین هستند، دیگر چنین کارت های وجود ندارد و رحمان و یگان سگ کوچک یعنی که خراب شکش نمیفهمند. خب این یک قضیه دیگر، بعضی از کارهای تجارتی را انشاءالله که دیگر شروع کردن ایستاده ایم و امیدواریم که انشاءالله برادرانی که میخواهند یعنی که بعضی از کارهای تجارتی که ما میخوایم انجام بدیم در این اگر سهم خودشون بگذارند تا برای مبارزه را انجام دادن، بخشای زیادی چند بخش تجارتی باید تیم های گوناگون اصلاح کار را شروع کرده هستند تا اینکه بتونن هم برای مبارزه‌ای که انجام میتیم و برای عمل کارهایی که در داخل کشور میشود اونها، یعنی که توسط تجارت ما یعنی که سرمایه گذاری کارهامون خودمان بکنیم. انشاءالله که این بخش هم تشکیل شده است و الکی انشاءالله که کارها در چند سمتش رفته ایستاده است. تماس بگیرید برادرای گرامی، انشاءالله میتونیم همه با هم کار انجام میتیم و هرگز نباید فراموش کنید که ما نباید دیگه خسته از یعنی که مبارزه شویم. خسته از مبارزه وقتی که شدی پس دیگر امکان ندارد که مبارزه بردن برای تو یگان یعنی که شرف باشد. من مبارزه برای من یک شرف است و امکان ندارد که از این چیکار کنم یعنی من خسته شم. پس وقتی که از مبارزه بردن خسته نمیشه پس باید کار انجام بدی. وقتی که میخوای کار انجام بدی پس یعنی که وقتی انجام اون کار رسیدگی است. انشاءالله که برادرای گرامی همه وقت باید فکری برگشت به وطن بکنیم. انشاءالله ما و شما همه با هم میتونیم کاری را انشاءالله در این قضیه ها انجام بدیم. اون خاطر همه وقت در قضیه های عمومی باید که سهم خودمون در هر راهی که هست برای مبارزه و برای از بین بردن این رژیم منحوس انشاءالله که انجام بدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، زنده نکیم بعد دیگه ماهاش دفشیم و هر روز اوضاع ما را مردم میشنود، هر روز برنامه ما را به هر شکلی که است میشنود. برنامه نامه ها مثلا فردا برنامه لیدی فرام غرم 3 را میبینید، بعد از اون قط پس با برنامه لیدی فرام غرم 4 است. برای یعنی که قتل کشتاری سید اعظم است 2 برنامه دیگه آماده است. بعضی از افرادی که اون قتل در قتلش هستن نام هاشون هستن. یعنی کار کرده سیم ما به این شکل نیست که یعنی که این برنامه میبری مهاجر همین گپای حوزی زدم همین گپا را من نگفتم و در یک برنامه دیگر یعنی که گفتم شون چی فرق داره؟ هیچی. کجاش باید شما آماده باشید ملت، ولی اگر کجاش باید شما آماده باشید ملت، ولی اگر که خواسته باشیم ان شاء الله میگم که همین برادرایی که ما خسته نیستیم از مبارزه، اگر همین رحمانوف چیکار کنه ما در مقابلش کارمون انجام دادن میگیریم. ولی به این شکل نیست که ما از مبارزه خسته شدگی باشیم. هیچ وقت ما از مبارزه تا روزی که هستیم ان شاء الله در مقابل رژیم رحمانوف ان شاء الله که کارمون همه وقت انجام میدیم و در مقابل رحمانوف ان شاء الله که هستیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، ما فعلا در بله
خوب، بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید، در پادپیس کردن و شبکه اصلاح همچنین. خوب فعلا برادرانی که هستند در اینجا، خب لایک های برادرها گذاشته شده 319 لایک. لایکاتون رو گذارید تا سبب بیشتر شدن عدد بیننده و شبکه اصلاح آبونه شوید، تا اینکه سببی هرچی که ما بیشتر، یعنی که عددی ما باشد، انشاءالله سخنان ما بیشتر و بیشتر برای ملت و مردم نشر میشوند و امیدواریم که انشاءالله یک هویت و یک حمیت ملی و مردمی پیدا میگردد و در مقابل این رژیم منحوس انشاءالله که همه با هم یک جا کار را انجام میدیم. برادرانی که صحبت کردن میخواهند مرحمت وارد برنامه شوند تا اینکه برادر محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه. پروردگار برادر محمد اقبال، من آوازه خطا نشنیدم. برادر محمد اقبال، من گپ میزنم. بله برادر محمد اقبال، اگر این مردم ما این حق اگر ای خدا میترسیدن، این حق اگر گپی راست میزدن، برادر محمد اقبال، ما رحمانوفا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نشید، 34 سال شید رحمانوف گفتیم که رحمانوف سوید مبتی، رحمانوف ایتا. اگر این مردم اگر همش یمش میشیدن کو، والله قسم این رحمانوف سمیه خدشا پال سویتاش هم میکشم مردم هم میتیا. برادر محمد اقبال، ای بر پدر نعلت رحمانوف، ملت دوست دار. بله. حال میترسم برادر محمد اقبال با نگه که زمین واروخه و زمین پامیر این برادر محمد اقبال فروخ پلش در میای. مردم حال با راست خیال مینن برادر محمد اقبال. میگه هر گپ گفتنش ممکنه، یعنی هر چیز انتظار شدن ممکن است. ای رحمانو 100%. یگان چاپلوس باشه برادر محمد اقبال سایدینی تم کن. حاضر شکل دیگه یگان چاپلوس نیست بافیم دیگه، همین از خدمت خدتیم تمام دیگه. چاپلوس ها تمام شده دیگه. دفعه یگان چاپلوس نیست دیگه، از یگان کس نیست. اگر رقم تلفن بمونم تا کدومی که با واتساپ بتونه زنگ زده، ولی دیگه اگه نفر دیگر نیست یعنی در برنامه. دو چسبیده سوال. خلاص ما همجا میمونم خطا، انشالله که داخل شد کدومی داخلت میکنم. خب اگر کدومی که صحبت کردنیه توسط چی میگن، توسط میتونید که توسط واتساپ یا اینکه توسط برنامه این سلکه که هست مدیراتور سلکه را نشر کنید تا اینکه همه بتونن وارد برنامه شده. کسی که امکانی در برنامه وارد شدن دارن انشاءالله که وارد شدن. بله. خوب، در نظر سنجی ما هم شرکت کنید. کدومی که در مبارزه خسته شده است و که من خسته شدم. خب خستگی کو درمان نیست. اگر همین رحمانوف تا وقتی هست ما کارمون انجام دادن میگیریم. وقتی من زنده ام، یعنی که من از خودم گپ میزنم و از برادرانی که با ما هستن، ان شاء الله که ما در این راه خسته ناپذیریم و به این شکل نیست که ما خسته شیم. اون چیزی که به سر ما این رژیم
یعنی که پلید میارد ما یعنی که اونا ببینیم صبر کنیم طاقت کنیم و یعنی که مانند غلام و برده باشیم بگذار بمبریم ولی یعنی که وضعیتمون نباید که به این شکلی که هست ادامه پیدا کنه. شعیب بله. سلام علیکم استاد محمد اقبال، امیدوارم خوب است. سلام بله فرما. من چی گفتنیم این امام علی همون در وقتش چند سال پیش اعلانات کرده ای الله وطن فروش نوکس بچه شریف قزل این چنگیز لعنتی این سویت افسانه میکنم گفتگیش این نبرود بدوخی هم قدر مردمی قدر تو پویایوخی این افسانه به سویت توریکستان تون میکنم گفتگی لعنتی مردم گفتی سویت در شوی خوبتون میبینین. من این از اول میدونستم برادر این مکارگی لعنتی هم میدونستم کودک بودم من این گنده میدیدم این خود نمیدونستم که قدر قتلی کرده مردم کشته به وضعیتی بعد میدونستم این لعنتی بدش میدیدم این لعنتی میگفتم که امیده همون کلونا مونده همون کننگیو در کلونا در میگفتم در خاطر شون باشه نباشه میگفتم این لعنتی ای سالی 90 بتر میکنه میگفتم بسیار میگفتم در دانشگاه در من دکانو در من گفتگیم که امام علی همه جزیر کده گی وضعیت مردم توجیکستان جزیر شده گی خب کن میگفته این امام علی این لعنتی تو لعنتی سگی پیر تو روزت قریب شده گی نیوری شریف چی بود نومی خوبیش چقر رحمان چقر نیوری رحمان چقر بچه شریف قزل الله ترا لعنت کنه پدر لعنت توی ایوفتیم اخیر مقاله را خونده سایه مقاله را خونده سته باور که استاد محمد اقبال وقت کنکریت نی تنگای نکی ممی کفته میخونم کمو بیش خونده استم این در حقیقت این چقر بوده ایده پدا نلد مردمی توجیکستان همو فقط توجیک برای هوای میکشته این همو هموطنوی توجیکستان همو چی قلق باشن از قوم قلق همه روز ندارن ایدسته این همه بدش میبینن هوایو نمیدونستن که این قلقای هم روز نداره ازبکوی مردم توجیکستان تمامی مردم توجیکستان ما روز نداریم اینا در کلتون گیرن که ما روز نداریم هممون از وطن به وطن کرده گیم ما باید هممون سرجم شویم این یک لعنتی برای منفیت خود شاید تمامی امام علی لعنتی این هیچ وقت برای ما رحم نمیکنه این یک امام علی یک از یک روحی بد تولد شدگی اوخی این پدرنلد رحم میکنه این دشمنی الهی این داجه گفتگی های بچهش در نصیحت کرده که بچم ملاهای مسجدهای محکم کن ریشداروی حقوق کن ریشوشه داجه سر همی پرابلم اساسی همی مهاجروی گفتگی های مهاجرو یک کاری کن که همه جوان مردو در بدر شون اگر ویا دروین کوز مکین میمونن گفتگی امام علی بچهش نصیحت کردگی همخی بچه شریف چقر شریف قزل الله ترا لعنت کنه لعنتی روزت قریب ای امام علی لعنتی انشالله روزش نزدیک شدگی برادر من چی گفتن این استاد گرامی باور که درد دارم دردوی یکی در کلم هسته فراموش میکنم همه وقت زیق میشم برنامه تا میبینم نامه ها از نویوی تماشا میکنم زیق میشم استاد باید سرجم شدن در کره جوان مردوی هسته اونه شاوره من پریود من میخوام که توجیکستان دارم حرکتی من توجیکستان قسم به عظمتی خدا استاد من تیار هستم اونه شاوره چقدر که در همجا چهرم نیست من چهرم در درون باید من نشونتیم مردانه وارمی نر باری قسم به عظمت خدا اگر گویی که استاد گرامی اگر گویی که پریود راو گویی درو گویی کو والله قسم اگر ندروم کو توجیکستان آدم باشه
تو من گو کی استاد اینجا پاسپورتم هستای نومم همش میدونی که پالوشنا برو گو کی منبر دا گپ زن که اینمی نامرده اینمی طرفدار امام علی گفتم که کانکریت نی اشکارا کن من تپا تیارم استاد برادران زیاد تنده یگان شک شبهه نداریم ما هر یک برادرایی که در داخل هستن تلفن هایی که رفت رسیدن کارهای خیلی زیادی انجام شده هستند خیلی زیاد هر چی که اینها میکنند اگر الله ببندد به حکمت داره به حکمت بکشه با در دیگره اما خاطر اینو هم وقت فکر میکنن که یعنی که کارشون انجام دادن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون یک چیزی معین است اینها فکر میکنن که ما به هر شکل اینها را یعنی که در همین حالت قرار داده ولی ان شاء الله که یگان کار انجام نمیتونن داده چرا چون که این ملت و نهایتی یعنی که همین وضعیت بدی که به بار آوردگی هستند یعنی این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه چون که دیگر حالت نگرانیه در حالتی ترکیش قرار دارد و این حالتی از همه در بدبختترین وضعیت و حالتش حالا هست چرا چون که در این زمستان یعنی که مردم در این وضعیت قرار دادن برق افروختن مردم پایتخت حتی به برق ماندن تمام ساحه ها کساد شدن یعنی مردم ملیسا روز بر روز زنگ زده ایستن یک کس میره یک جا میره خونش بپرسن در کجای نیسته این یک لو مردم هم داده ایستن اینا یگان کس نمی برنامه نیست یگان برنامه مثلا منبر مهاجر برنامه دیگری ما هستن نامه ها از ناحیه ها هست دیگراش هستن هر هفته یعنی اصلاح و یک برنامه منبر مهاجر نیست یک منبر مهاجر یک بخش اصلاح بازی فعلا حرکت اصلاحات خواهان کارهای را در بخش‌های عمومی ما از نگاه حرکت سیاسی انجام داده هستیم و این برنامه منبر یکی از بخش‌های یعنی که همین برنامه‌های ما هست اما به شکل‌های گوناگون کارهامون انجام میدیم اما کارهامون اعلان هم نمیکنیم یعنی که اعلان در حالت کاری که به اتمام میرسد یعنی اعلان میشود ولی کارهایی که به اتمام نمیرسد الحمدلله بچه‌ها در وحدت بچه‌ها در خود دوشنبه در رودکی در پنج در قمسنگیر در جلیکول یعنی در قبودیان شهر توس در همین ناصر خسرو کم است ولی در منظور کم است که یعنی ارتباط مونه سخت با قوت کرده نتونستیم در ناصر خسرو ولی در دیگه جاش الحمدلله که بچه‌ها یعنی کارهاشون انجام دادن در یابان در کویبش در یعنی که تمام منطقه الحمدلله منطقه غرب منطقه نورآباد یعنی که حتی بدخشان برقرار شد بچه‌ها رفتن 4-5 نفر کارهاشون انجام دادن یعنی این کارها همش دلالت به چی میکنن دلالت بر حرکت و تحرکات ما میکنن رحمانوف هر چی که پلیسی میکنه همون که با ضرر خودش تمام میشه ان شاء الله با ضرر خودش تمام پلیسی ترین حکومت بشار اسد بود روز 8 دو روز قبل یعنی که جشن یک سالگی فتح مثلا دمشق یا که فتح سوریه یعنی جشن گرفته شد دیدن همه کی با کدام وضعیت و با کدام حالت ها یعنی که ادامه کار ادامه داره یعنی اینو همش از دلالت از چی میکنه دلالت از یعنی فتح و پیروزی مردمان گوناگونی یعنی که جامعه جهانی ان شاء الله شهادت میتید و اینها همش یعنی یک بازگو کننده وضعیت و حالت هستند ان شاء الله که هیچ چیز یعنی بیهوده یعنی که عبث نیستن اینها هر خون ریزنده ای که مردم سوری ریخته شد و به شور پلید و سگ مردم کشت و چه حالت رسید بازم اومد حکومت دست ملت مردم زد مردم با یک دبدبه با یک شکوه یعنی که دولتشون آباد دارن ما هم به همون روز میرسیم ان شاء الله تعالی برادر محمد اقبال گفتان بریدم ان شاء الله پیروزی نزدیک است والله قسم بالله قسم تالله قسم برادر محمد اقبال من در قبط تو خود شما راست هستم والله قسم من در قبط شما راست هستم اگر که من دروغ گم پروردگار من حرام کشه من تصف نشناسم یگان گپی زیادی نگو ان شاء الله برادر محمد اقبال میدونی چی امام علی لعنتی با بچه‌ش با نصیحت بسیار کرده با حال بول موندگی واسش بچه‌م گفته من 73 در آمدم و یکی مردن من ممکنه یو خانه‌هایی که در دیگر دولت‌هایی که با پول مردم دزدیدگی و با پول قیمت گرفتگی ما او الله تو را لعنت کنه مردم اینقدر تیر کردی خونش خوردی
و یا با هدف نروم مقصد بعد 92 میلیون دلار سامالیاتی که گرفتم اینا تیار همه وقت بسته گفتای بچهش ده اوژه گفتگی هم مگه پدان لعنت الله ترا لعنت که نه رحمان چقری لعنتی انشالله شکستی لعنتی نزدیک اونه یا برادر محمد اقبال والله قسم من خیلی افسانه نمیگم برادر اکو من نمیدونم چی خیلی فهم اگر استاد گرامی والله قسم من افسانه نمیگم اگر گویی که ای دودر چیزی گویی من قطوری فرزند من دون ای بچم اینا پریود زن را گویی که دادرون آدم باشه میخزم والله قسم میخزم همین نر بوری خزن من هم خیلی میدونم من خیلی آوازه نمیکنم من میدونم چی خیلی کار کنم میدونم با تاکتیکا یاد میتی میدونم کدوم نوعی است چی خیلی هم چوتکا میدونم هم صحبت میشم میگم آنها شو برم میخزم پولنی زدنی نیست اونا شب و روز میزنی زیدین اگر که با بهیله نیرنگی مقام درش گرفتار شدی اگر همه خوب میشه خیلی همه تا یک تمام نمیکشم همه که یک هستیمی شب و روز میزنی کشیده میگیری یا پدنالت هم میقپی یا گریخته نمیتونه ای هم ایستودگی اینا میقپیم انشالله ای پدنالت هم میقپی هم روزش میمونی محکمش میکنی ای روزش کم موندگی ای با هم تنگ دستی هم برای هوای مردم از ظلم کریسته هم تنگی دا اومدگی هم کم موندگی برای هوای سویتا کشتیسته ای بزرلی تو تمام میشه اومالی لعنتی ما دوستوی تو بودیم تو دوستو تا کشتی فقط دشمنو درگیر دا اطراف تای پدنالت خونی توی خورده است خونی مردم هم برای کل دبری تو ایستودگی هم و یا لعنتیو ما با تو فهموندیم مبارزو با تو فهمون برادر محمد اقبال فهمون تمامی مردمی مخالف فهمونده که ای لعنتی درو توری شو درست شو آدم شو حیوان نشو با یک عبری محمدی میری امروز پگه تو نفهمیدی لعنتی تو بدخواهی لعنتی تو اصل و تو دیگر آدم نمیشوی تو لعنتی تو هم حرام میمری انشالله شکستت نزدیک به این ظلمی که کردستی به ضرر خودت تمام میشه امالی تو من گوش کن سگوی امنیتی و سگی که طرفداری از امالی میکنین خبر فهمونن اوزی منه و من سلامت باشین نباشه سلامت باشین سلامت باشین برادر زیاد مایلش بارک الله برادر الله حفظت کنه خب برادر رقم تلفن موندگی خط دخوشته من رقم تلفن تا نمیگم دخوشه بله گبزه برادر که رقم تلفن موندگی صحبت کن من آخرش 88 خوب خیلی صبر کن بوس بله من صدا را نمیشنم یا صدا در بله هست صدا نیست ما نمیشنویم بوس صدا نیست بوس ای سر بزن یا اینکه صدا نیست خیلی مهم صدا نیست خب سلام برادر صحبت کردن نمیتونی اجازت بده بعد از اون صحبت کن نه برادر گرامی ما هیچ وقت یگان چیزی بیگانه را یک نفر نوشته است که یگان چیزی بیگانه در گرفتن ما نیسته در مسئله تکنیک و در اینها همش چیزای چکشتگی هستند میگن ما یگان چیزی بیگانه را هیچ وقت نمیگیریم البته خواسته بودن به یک شکل خیلی دیگه نمیگم ولی الحمدلله که به یک شکل خوب افشا گشت یک نفر به همین شکل خواسته بودن کار کنن ولی الحمدلله که در مسئله تکنیک ما هیچ وقت به احتیاطی در این قضیه نمیکنیم خوب چنانه که همه آگاهی داریم خانم گل زرد یکی از ادیبان تاجیک که امروز در سن 62 سالگی از عالم گذشتن الله رحمتشان کند و واقعا هم مردم ما وقتی که از دنیا میگذرند بعد از اون قدر اون قیمت اون میشنون و تعریف میکنند گپ میزنند
ولی در حالت زنده بودنش از اتفاق نویسنده محرومش میکنن و یعنی که این چیزهایی که رحمانوف با این ملت قدر نکرده است و در آینده هم قدر نمیکنه. و همون خاطر اگر قدر و عزت میخواهید پس باید کار کنید که این رژیم از قدرت رود و بعد از اون با قدری نصیبی ما و شما شود. و امروز هم استاد محمد سید رضایی زادروز دارند و البته تبریک کردیم و باز هم تبریک میکنیم. الله سبحانه و تعالی استاد محمد سید عمری دراز و طولانی و از درگذشتی برادرشون که چند ماه یک ماه قبلتر برادرشون از دنیا گذشتن جوان، واقعا هم خیلی سخت است وقتی که درگذشتی برادر میشنوید و حالتهای استاد رضایی هم سلامتیش خوب نیست. دعا میکنیم خداوند سلامتی خوب براش عنایت کنه. الله سبحانه و تعالی عمر با برکت طولانی را خداوند براش نصیب و روزی بگرداند. واقعا هم در خارج وقتی که در مهاجرت هجرت اول با یک عزت بود، ما اگرچند پناهنده بودیم در افغانستان ولی در یک عزت شرف زندگانی میکردیم، ولی در اروپا زندگانی بهتر هست، ولی اون عزت شرفی که در زیر شمشیر، چون که پیامبر میگه عزت مجاهد زیر شمشیر است، عزت یعنی که پناهنده تاجیک در افغانستان زیر همون شمشیرش بود، ولی ما فعلا یعنی که پناهنده های بدون شمشیریم و همون خاطر ولی انشاءالله از همین ملت افرادی با ایمان این ملت و اونانی که یعنی ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، نفس مال همون الله از ما خرید بان لهم الجنه، برای که برای اونها جنت است. ولی جنت شخصی که جنت میداند برای او آمادگی میگیرد، ولی افرادی که از جنت آگاهی ندارند اون برای همین دنیا یعنی که برای همین عاجله زندگی میکنند، چنانچه مثل رحمانوف یعنی که آخره که ابدی است اونو میگذارند، یعنی که و عاجله این دنیای عاجله را یعنی که میخواهند که در اون زندگانی کنند. ولی ما یعنی هدفمون زندگانی در این عاجله که هست به خاطر اون آخرت است، به خاطر قبر آباد آخرت آباد است. پس برای ما زندگانی یعنی بدون آبادی قبر آخرت اهمیت ندارد. پس ما هیچ وقت این عاجله را بر آخرت عوض نمیکنیم. رحمانوف است که عاجله را بر آخرت عوض کرده است و انشاءالله افرادی با ایمان این ملت در عموم ملت نجات می‌دهند. اونانی که در فکر زرق و برق این دنیا هستند، ولی اون افرادی که در فکر آخرت و قبرشون هستند، انا همون افرادی که در این دنیا برای زرق و برق دنیا زندگانی میکنند، انا همون افراد صادق و مخلص این ملت، انا همون افراد عمومی در حالت زرق و برق دنیا بودن نجات می‌دهند. این همین است که یعنی الله سبحانه و تعالی همیشه اکثریت مذمت کرده است و اقلیت چیکار کرده است؟ ستوده است. اکثرهم لا یفقهون بل اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یؤمنون. الله سبحانه و تعالی اکثریت و مذمت کشیده است. اگر شما که اکثریت نمیفهمن، اکثریت الله گفته است نمیفهمن، خالقشون. از من و تو کی هستیم که برای اونها افسوس کنیم بگیم اونها نمیفهمن یا اونها به این شکل یا اونها به این شکل یا به اون شکل. و همون خاطر هیچ وقت شما در این قضیه یعنی که ناامید نباشید. هیچ وقت ناامید از رحمت الله نباید یگان نافرمان باشید. من یگان نمود خیلی ناامیدی در من دیده نمیشود. 24 ساعت بازید رحمانوف کار میکرده است، صحبت ندارم. کارهایی که باید انجام تیم از نگاه سیاسی انجام داده ایم، کارهایی که باید از نگاه رسانه‌ای کنیم انجام داده ایم. یک نبودن برنامه منبر مهاجر دولت نمیکنه. من میتونم که هر روز یک برنامه منبر مهاجر کنم، هیچ مشکلی برای من وجود نداره. برای چی؟ به خاطر اینکه من مصمم هستم و ان شاء الله در تحقق آمال و امنیه و امیدی که دارم به خاطر نجات و آزادی وطنم کار به انجام میتیم. همین است. به همون خاطر خستگی درمان است و بعضی افراد من شنیدم که گفتن محمد اقبال خسته شده است. من خسته نمیشم، شما غلط کردید. من خسته هم وقتی میشم که جانم برآمد، انا وقت خسته میشم. خستگی یعنی که نمیدونم ولی
وقتی جام شهادت که نوشیدیم بعد میفهمیم که یعنی که خلاص دیگه نمیتونیم از جامون خستن. اما وقت حالتی این همین گل زردی بیچاره از دنیا گذشت رفت، یعنی که چیز زندگانی کرد نکرد الله رحمتش کنه. هر یک قدم ما همین خیلی میریم، ولی تو باید یک کاری برای آخرت قبرت بکنی. امشب شب اولی اپای گلی زرده که در قبر موندنش، ولی ما و تو چی؟ ما و تو باید آمادگی همون را ببینیم. یعنی الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. مرگ می آید نابهنگام و قبر صندوق عمل است. قبری که ما و تو یعنی انتظار هر یک قدمی ما است، یعنی هر نفس ذائقه الموت، مرگ به او میرسد. یعنی هر زنده جان چشنده مرگ است. پس چشنده مرگ یعنی که ما و تو ناگزیریم که مرگ بچشیم، ولی باید قبل از این که رحیل سفر کنیم باید یک آمادگی ببینیم برای اون راه. پس چی آمادگی دیدیم؟ نمیدونیم. باز میکروفون تا گیران که باز گبزه. میکروفون تا گیران که باز گبزه. میکروفون کشتگی های نمیدونم. دو برشید میدروی یا بار میکروفون کشتگی نبود گب نزده، دیم بارا میکروفون کشتگی گب نزده سه. خوب بله گیران که میکروفون تا گبزه. صداد نیست. برادر صداد نیست. صدا کامپیوترش نویده است. یگان مشکل در صدا نداریم ما. صدا در طرف شما است که گب نزده است. خوب بله بیننده عزیز و گرامی، همه وقت برای انجام کار باید انسان یک امید داشته باشد و امید از که زندگی انسان شیرین میکند. آرزو و امید برای تحقق پیدا کردنش انسانی صادق به هر عملی که هست، یعنی که الله سبحانه و تعالی با انسان از رگ گردن، چون که در قرآن میگه ای حبل ورید برای ما و شما نزدیکتر است، از رگ گردن قریبتر است. و این چنین الله سبحانه و تعالی قریب است به گمان بندش، یعنی که هر گمانی که ما ای رحمان فنا میتونیم موزاده الله به گمان نزدیکه. ولی بگویم ان شاء الله رحمان و چپا میشوه، ان شاء الله چپاش میکنیم، ان شاء الله این اویله خیلی که این ملت در بدر گریزه و مهاجر کرد، ما هم یعنی که ان شاء الله او روز میرسد. چون که با بشار رسید بزرگترین ابرقدرت ها بشار را حمایت میکردند، ولی وقت ساعتش رسید سقوط کرد، جنگ های شدید و آزمین گذراند، ولی باز هم آمد در یک حالتی به جنگی به هیچی چیکار کرد، یعنی سقوط کرد. و سقوط کردنش دلالت بر چی است؟ دلالت بر آن است که یعنی هر یک چیزی که هست، یعنی و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزهای هستن که میان مردم در گردش گذاشته میشوند. عبدالرحمن بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله حضرت از ناامیدی گپ زدی برام گفتم ان شاء الله که ناامید امام علی رحمان فای، ناامید سیمومین یتیم فای، ناامید امروز ای هم زیاد شاروخ سعید سیمومین یتیم فو خویای چاپ. همه بچه ها مقاله را میخونن، یعنی برادرایی که نمیخونن منتظر ویدیو هن، ولی وقتی که مقاله هر روزه اصلاح هم میخونن یعنی که میفهمن. امیر بیگ بده. امیر بیگ نظر خویای چاپ دفش که نامش امیر بیگ می خویای چاپ نام بهترینش مونده اساس یتیم بهترین ماشاءالله. هم خدمت میکنین هم نام تو نه خویا میمونن اولاد میمونن. انا میت بکشین روی امام علی، بکشین توجیکا، بکشین مسلمانا را. همه قنا امید هستن که الله اکبر. خست امام علی 33 سال شد هر کار میکنه فقط مسلمان بدنام میکنه، هر کاری کرد مسلمان بدنام کرد. امروز الله نشانش داد از درون خودش کشد ما و ما را از درون خودشان. الله اکبر. امام علی ای ملعون مردود شیطان، شک ندارم که ختم 21 چی
الله لعنتت کنه ختم 21 زدگی چی رنگی همو شاگردات همه 21 برومدستین روز تو روز پات یک حکومت گرفتین رنگ عجینه بزرگ کردین شه برای که در بقای قدرت بمونی چقدر ملت کشتی قدر به ملت ظلم کردی پلا جمع کردی امروز ره تا گم کرده امروز شاروخ سعید بچه تا کشتنی های سایمومین خود تا کشتنی های زن تا با فکر یا سایمومین میگیره یا که شاکی خواه چاپ ای هر دش کدومش زن تا گرفتنی ها او چلا و تنگه عزیزمو دوره 7 پشت امومالی ندوره انیق زن تا کدومش میگیرن ای هر دش امومالی اگر در همه جام کنی که شب و روز جام کندن این کپلا جام کردین این امروز خداوند در دلشون یک ترس را انداخته که دیگه نمیدونه تایمومین یتیموف نمیدونه پولش چخیر کنه جام کنه پولای خودش حفظ کنه در حفاظتش بمونه اگه باید که او پولا در حفاظت سایمومین بمونن امامالی کشته شود سبحان الله شرمسار شدی امامالی ام ملعون مردود دیدی که هیله کردی هیله‌گر کیه فکر کردی که تو خدای روی زمینی خدای تاجیکایی امروز کردمان از درون خانات برآمده ما مکر الله والله خیر الماکرین انا من است یعنی هر مسلمان دشمن دید در هر قسم پروفسورا را بیچاره را برآوردن رفالشون کردن که گپ زنه بازیدی مسلمان یا تشخیص گفت که مسلمانو اگر مسجد روی از مسجد چی میگیری الله لعنتت کنه این تو مردی ما مسجد رفتیم ان شاء الله ما که فایده مسجد ما نمیبینیم تو فایده امامت نه فایده امامالی دیدی و نه در قیامت فایده میبینی نه در دنیا امامالی یک قصر رو داد نه در قیامت که صاحب یک چیزی میشه 100% یک سگی دیگه دورم به نام عبدالقادر طالبکوف نمیدونم الله لعنتش کنه یادم زردوش میشه یادم گردوش میشه یادم خرگوش میشه یادم بالوار هر گاهی که مسلمان ها یک کار میکنن عبدالقادر فوکش سیخ کردگی در همه جا میدروه یک گپ میگه عبدالقادر طالبکوف آخی تو خطا که عالمی دانا میگیری تو خطا کتابخان میگیری یک محشید امامالی سویتت نمیتا چوکد 21 جکدگی خپی دینی شب و روز یا که امروزا برای شما نیسته یا که در این وقتا گپزنی نمیمونند یا درد ملت درد شما نیسته ما میدونیم که درد ملت درد امامالی نیست درد ملت درد سایمومین یتیموف نیست سایمومین یتیموف برای پل خودش این شب و روز زندگی داره برای کونی امامالی نه برای کونی رستم ما میدونیم که درد ملت درد اونو خویای چپ و درد سبزی با دستا نیسته ملت خودش طاق موندگی فقط همین که الله از روی که امروز دیگه ملت دروغ در زندگیشون در اومده است لقمهشون حرام شده است ترس در دلشون چنون جا گرفته که از امامالی از خدا نمیترسن از امامالی چنون میترسن حتی روزهای شید که ما نفرای را دیدیم که امامالی را حقارت میکردن دیگه گپ همش از تنگ دستی بود از حضرت وقت آمدن صاحب دو تنگه شدن امروز اگر امامالی در پیشون زناشون تجاوز کنه میگن هیچ گپ نداره خیلی بار کرد ازت اومده دوشنبه خونه دارم یا جیب دارم در خونه در دوشنبه در آلمان در اروپا پاسپورت اروپا را دارم مشکلیشون فقط تنگ دستیشون بود روشون سیاه میکردن ملاش هم دیدیم برادر عبدالرحمن قاریش هم دیدیم اولیاش هم دیدیم دستینه میزدگیش هم دیدیم ولی وقتی که شخص صادق به دینش باشه صادق به ملتش باشه صادق به وطنش باشه هزار وضعیتی که هست به همون وضعیت الحمدلله میگه میرود چون که همه اون چیزی که میشه بدی و نیکی را از جانب الله میدونه والله قسم آمنت بالله میگه با 6 ارکان ایمان یعنی که ایمان دارم میگه ولی یعنی که خیر شر از جانب الله میدونم میگه ما ایمان دارم با این میگه او در درسای عقیده میخونیم ولی چی باز هم ترس داره از کی از رحمانو باز هم یعنی که ترجیح به همون ترس میتیه و خودش به یک حالت قرار میتیه گویا اینکه یعنی که یک انسانی است که گویا که
یعنی در حالت پست است. والله قسم اگر انسانی که نترسد در راهی که هست برود و با خالقش یکتاش یعنی که صادق باشد، الله قسم یگان کس یگان کارش کردن نمیتونه. ولی اگر تو مزبزب منافق، اگر تو در یک حالت قرار داشته باشی، همین اهل دنیا هم تو را تشخیص میکنه اون خالق که تو را بر وقت تشخیص کرده شخصیت کی است. ولی همون ترسوها با همون بدترین خصلت حالت بر هم در نزد ملت مردم خار میروند، هم در نزد الله خار میروند، هم در نزد اون حاکمی که اینا متذلیلش کرده است در نزد او خار زندگانی میکنه. ولی اگر تو با عزت زندگی کنی، والله قسم یگان کارت کردن نمیتونه یگان کس. پس باید انسان بسیار در حق خودش دعا کنه که خداوند هر کاری که میکنم فقط از برای تو باشه و دل ما با تو راست باشه. هر یک علم، هر یک چیزی که خود گپ دیگه برای الله میگه که بهترین شما با تقواترین شما، نه که اوی که 24 ساعت میشینه قرآن میخونه، اوی که میشینه خود بعد دیگه نمازخوانی را در آسمان میپره میروه. الله گفت بهترین شما با تقواترین شما. این شیطان ترین ها بسیار شدین. امروز چه مصیبت هست، بدترین تاجیک وظیفه داره، بدترین تاجیک، بدترین انسان، یک انسانی که پسکوده، یک انسانی که اگر ممکن که 20-30 سال پیش همو عربکش میشید، حاضی اونا همه رئیسن. چی بلای زده به سر تاجیک، خب بچه‌ش میکشن، خب دخترش زنا میکنن، خب زنش میبرن در عدالت، نمیدونی چی کارش میکنن، خب خب که سبحان الله بچه هاتون در خدمت کشتیستیان، حدی اقل در همه جاش گپ زنین. مایل خیلی میترسن که بچه هاتون بردن برای ریش کشتن و آخه عسکری در برای چی میکشن بچه های مورا؟ او رفت خدمت کرد، برای چی سامان کشته نمیشه و برای چی سامان فریدون خدمت نمیروان؟ برای چی یک سبزی به دست شاروخ گنرال میشه او یا مرده که بطن من بوزبلای با ایمان و با ناموس کشته میشه در تاجیکستان؟ برای چی امیربک خویای چپ گنرال میشه و مردانی با ناموس هیچی نمیشه؟ برای چی یک بچه چقر نظرالیه چقر شریف و بچه چقر شریف پریزیدنت میشه و ما پریزیدنت باید نشم در تاجیکستان؟ ما امام علی کمی ندارم. امام علی ممکن است اینا میخواد خوانده نتونه، ساز گپ زدن نتونه، ما الحمدلله چشمام خوش رو میبینه، زبانم خوبه. برای چی ما پریزیدنت نشم در تاجیکستان؟ این میراثی نبود پریزیدنت امام علی، جوگی بود. ای که جای آوردنش سنگک دنگک کلوخک بلوخک کلخک آوردن پریزیدنتش موندن، همش گرفت کشت. امروز خودش پادشاه تاجیکستان اعلام کرده. الله لعنت کنه طور پادشاه، خیلی پادشاهی که ملت تنونی خوردن نداره، امروز ملت برق نداره. سال 2008 بشیر مریم گورسوخته قسم خورده بود که برق تاجیکستان افسانه میشه. 2008 17 سال گذشت. گوری مریم بسوزه غرب 17 سال گذشت. از بدتر شد. 17 سال پیش مردم کمی برق داشتن، 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت 2-3 ساعتی میکشتن. حاضر 2-3 ساعت برق دارن مردم دیگه ندارن. انا همون مردمی که تعریف میکرده که دوشنبه گل شکوفان شده است، خیال میکردن قصری تموزی کردی دبدن، خیال میکردن که شویتساری دوشنبه. نمیخیزن اوزی تعریف کنین؟ چی بازی نمیخیزن تعریف کنین دوشنبه تونه؟ در نهم اتاج مردک پچکه زده است، تپک علو کرده است. کجا شدین تعریفه کو؟ همین بوزا و سایدا و اینمی چاپلوسایی که در آلمان همینا پشایمان شدگیان اگه خوردگیشون که بوزی امام علی شدگیان. با بوزای امنیت قطعی بوزای شاروخ اینجا برکه گیرگ میکنن که کی بسیار بوزی میکنن. بوزای شاروخ خوازی بوزای امنیتی را تری تارشون بومدگیان. رنگی کی کردیانشو؟ امیربک نظروف. بوزای امنیت خواه چپ گشته گیانده ایجا. یعنی بوزا دیگه دعوا میکنن دیگه، راستی پرخیدت بوزا میبینی دیگه. خود چونده دیگه که یا پاسپورت 3000 یورو هم بفروشی بفروش، هم تپل کار که همو.
اومدی багай, اومدی جагай در سفارت بزرگ شاروخ امنیت خود داده که برین چی خیلی میکنین بکنین همین 500 شما را بتین 1200 میفروشن یا پاسپورت 3000 میفروشن 4000 میفروشن. اگه من در این باره گپ زدنی نبودم که پاسپورت است تا 8000 پاسپورت فروخته است تا 8000 تا 10000 یورو را در گرمانیا پاسپورت فروخته است. امید قطی نعمت زاده اینمی امید قطی نعمت زاده تا 10000 یورو را پاسپورت فروخته است برای باشگاه تاجیک. پاسپورتی که $100 ارزش داره 100 یورو یعنی که گرفته است تا $10,000 فروخته است. نعمت زاده قطی یعنی که کی قطی ستارو افرادی که جام کنیم پول را برید در دوشنبه خونه بخرید موندگیش دست یتیم فوتینا موندگیش دست یتیم فوتین که با قوت شو که تاجیک زیادتر بکشه جام کنش امیدی باگای جگای درگای حمیدی امیدین کدومت هستین هر دو یا حمیدین یا امیدت ای هر دو کدومه پس کنین صغیراتونا که بو جام کنین پلات انشالله شما را با همه امام علی خودش یادیمه میکنه با همین روزش میشه که در یک گه میل خصوناتا با ترماتون میکنه بعد میرین که زناتون در بازار عربه کشیده است یا میگریزمی با اروپا ازول میسپوره ختونه بیجنید یا دیگه فایده شو نداره یورا الله لعنت چون کنه همین را باید یک کاری کرده شود که ایمی آلمان باید در امنیت آلمان و پولند انگلند اسپانول و ایتالیا باید همین را همش فروخته شود نام با نام بگذار دفعشون کنن. تاجیکستان در پیش امام علی زندگی کنن که چخیله گل شکوفان ابو بعد وطنی گل شکوفان شدن یا که روسیه بروان کار کنی بعد همونایی که در روسیه بودن با ابراد نبروان در روسیه کار کنن پیش ایوانو پاسکودو ها پدرتا گه خیلش نه ایمان داره نه ناموس داره نه هیچ هم دیوس هم عاقل قدر یا خیلش همین بزرده مقصدم. بله واقعا درسته سالهایی که دیگه ایوس آخونداش میگفتن ایاش تروریست رئیس امام علی میگفت اینو تروریست ایوس اوش تروریست الحمدلله این از سوریه امروز بهترین کشور شد آخونده مانده کناتون گیز مانده گوشاتون لقا آخونده اونم بهترین شد کدام روز میترسون بونه بیان در تهران با تهران هم ایدست شما نگیرن هم تا دفع کنن قطعی هم شیطانی و دروغی تو امام علی هم زد هر کاری کرد فقط بزیدی مسلمان کرد هر کاری کرد بزید براش فرق نداشت مسلمان ازبک های مسلمان تاجیک های مسلمان هر کسی که مسلمان بود در تاجیکستان همه شکر امروز انا که آمد از درونش خودش بگذار بشوه ما یا بایرق دیگر در تناش صورت اس یتیم فهم میزنیم یا بایرق صورت شاروخ هم میزنیم یا تا دیگه اس یتیم فهم در بانشون سیلفی میکنم بگذار بکنن تبادلات همین را دفع کنن همین دولت بگذار بکنن در یا بایرق صورت شاروخ هم میزنیم در تاش اس یتیم بگذار یک تا اوه قلبز دروما یک نداره نمیشه نه که روش بزه میگاد از شیره ریش مونده است تیجی باشه ایتا مرده کی ده چی اوضاع خود نمیشنم یک خیلی که در شکل بدرکیم و اوضاع خودمون رو دوباره نشنویم گوزه برادر عبدالرحمن امیر بیگ نظر داده با فکر آدارف بیگ نظرف امیر بیگ نظرف خویای چپ با فکرم گفتش که بودرو اسدالله جون بودرو ولی را مردم ندیده است که این مقاله بود امروز چوب شد ولی اگه چند روز پس نه دیدگیش اینو اسدالله انی خوندگیش اون نمیخوند شاروخ بیگ نظر نمیدرو وردن اینجا فقط در همون تبادلاتی که باید میشوه بچه ها میگن که چی به نام شاروخ نیسته اینجا در شاروخ هم خوشه در تبادلات اورا میلیارد برو وردگی
و امنیت شهریخ میگن. شهریخ و вообще در حسابی تری یگون چیزش نمیدونن. خود یگون کس خویای چپی امنیتی خویای چپی امودگی را قبول نداره. همتری انو نه که بهترین نامشون کردیا. بهتری انا تا قیامت نام تو نمیر که میره واقع در تاریخ نامی بیگ نظر اس اس خویای چپ میره. 100 سال پس اگر نبیره پشت دختری تا پشت بچه‌ای نام تا بخونه اس اس یتیموف نامت خویای چپ میره. سلام علیکم. علیکم السلام. سلامت باشی برادر عبدالرحمن. بارک الله. سلامت باشی. خب بابا. بله بابا. بابا گپ زن. نمیدونم مشکلات در اینترنت است. 665 داخل میکنم. از داخل درآمدگی اینه که گپ زدن نمیتونی آخی. ای سر بدرو ببرو یا اجازت بده. بابا گپ زن اگر گپ زدنی باشی. بابا نیست. بابا گپ زدن نمیتونه. خب 665 بله. وطن. ای وطن هم برام. اینترنتاتون بزه میدونم. خب ای داخل نوشتگی ولی گپ زدن نمیتونی. برای چی؟ برای که اجازه دادگی نیستی. ای سر بدرو گپ زن. خب بله برادرایی که مقاله اصلاح میخونن در یعنی که اصلاح یک اگر مقاله امروزه را بتونی مونده از سایت یعنی که برای قتل برادر شهید چی نام داره سید اعظم رحمانوف یعنی که همون یک برادری که در امنیت است. البته ما چندین برادرای زیاد هستن که کار میکنن. بعضی از سیرهای عجایب نشر کردگی است. در مطلبی که این سحر نشرش کردم در نامه ها از نامه مرا علیحده نشر کنید شماره 19 20ش با فکرم از نورآباد است. بله یعنی که نمیجه قاتل رقم 1 کمیته امیربگ بیگنظرов از پرده های کمیته دولتی امنیت ملی تا نقشه تبادلات یعنی که این مقاله ولی بعد ویدیوش مردم میبینن یعنی که مردم آدمای با عقل فقط مقاله میخونن ویدیو را خیلی دیگه مردمی که خواندن دوست ندارن همینو میخونن. ای خداوند عاقبت چه بخیر کنه. مهم میتونید که اصلاح هست کچت کنید در تلفناتون بزنید. یگان مشکل چیکار میکنید یعنی که کچت میکنید خواندن میگیرید یا اصلاح توچکنید میزنید در اصلاح. و این چنین یک چیز دیگر هم بگم برای اهل گروه یعنی که همین ابونچه اصلاح در خودی همین گوگل میزنی اصلاح توچکا تیوی در گوگل تمام ویدیوهای اصلاح ها در همونجا تماشا کردن میگیره. یگان مشکل یعنی که ندارد میتونید که در اونجا تماشاشون کنید. وطن 665 بله وطن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجا هستی استاد. خدا نگهبانت باشه استاد. خدا لعنت کنه هر کس که با رحمانوف صدقاً خدمت میکنه و همکاری میکنه. یعنی هر کس که صدقاً در رحمانوف خدمت میکنه و طرفداری میکنه خدا همتری لعنتش کنه. این همی روز سیاهی که در روز مردم آوردهش چه پایتخت تو جنوب تو شمال تو همه جوره همه روزا در سر انوا گرفتار شوه. آمین. اکای محمد اقبال همی خود تما صدو تنها میشنم گپ میزنم تا پایین در تخت در رفته سای خود چسبیدگی اما با فکر ما گپ زنم که اینجا اینترنتو واقعا کشماره. مثلا اکا مثلا به برقی چی شید این مسئله را کو گپ زنیم اکا چی تو کجا را میروی تو کدام حالت دوام میته تو روی باور باید هم خبره واقعی این دیگه مردم در یکم فکر اندیشه نمیکنن. این دولت دارو کابینتکاشون گرم خونکاشون گرم تا وقت رحمان رفت همین تا به وقت میکرده این مردم چی کنه مردم هیچی مردم میشینی صبر میکنی غلام وارد تماشا کردن میگیری یگان گپ نیست.
همین خیلی دوام دادن میگیره این وضعیت تا وقتی که رحمانوف هست. بله گبزه گپی من تمام شرایط همه مقامات اکا تمام شرایط داره، عموما مشکل نداره، همه شرایط براشون 100% مردم پول دوده سای همه چی کک پالوش نه، چرا برق نیست؟ نمی یک گپ تو چند بار روزه بیچاره رادیو آزادی گفته سای هیچ که همه کرکی میدوزه میگذاره، نمی چشماشون همه جقه میگذاره و مردم در اون اتاجو پیچکه نمیچسبونن میمرن کودکاشون در خندگی، ولی خندگی شدید ای پیش های. برای رحمانوف چی فرق داره کی میمبره؟ یا که вообще плевать خونه خمونگر مردم سانو بودن همیه دولت دوریتون. بله 100%. این همیه دولت دوری باید همتری پیشوار هم خیلی حرمت کنی و همتری زد کنی که بکش عذابه با عذاب مردم به برقی به اوی اوش با میگه که توبه کم خدا بچوره میگه چخه میکنین توالتورا هیچی میگه خیلی بقلشکه میگرین پس حجت خونه میریزه میره و میگه این در شنبه شیده سایی کرو اوفرین مردم قشلوقو نمیگین اونجا وابشه کشمره اینمی اینمی دولت پیشواتون سختگی اینمی اینمی رفتم بگیرنم خیلی خوشی شیده سای اینمی روز بر روز خوشی شیده سای هیچ بهبودی برای این ملت نیاورده سن. سویت ندارین، آب ندارین، میگم آب ندارن، در شنبه آب ندارن، استاد اون طرفا یک جا داره؟ نه در دوشنبه آب برق نیست، اون طرفا کو واپشه کشمره یکا هم کشمر از بالا این پایتخت اومدگی های در هر کجا که این اویله مردم اکای محمد اقبال تو دین را خیال میکرد که همین تاجیکستان فقط همین دوشنبه های و هنوز دوشنبه در ازا بدیده سن فکر روز را نمیکنن که 34 سال ای در بعد بدتر های من همین دولت داری پیشمو میگم هم خیلی میره و سمالیات میخره مایچی هم میکنه کنو هم مایچی کت پالوش نه کار کرده سای یکم عیب نیست یکم مشکل نیست در پتاکیسون گرانتا اومده سای ما دیده سیم چند قیقی رسانه‌ای میشوه گرانتا را ما دیده سیم اخی دارم اصلاح ادچی چی میگنش از یک پیلوس چه گرانتا میسه اما پول کک پالوش نه هست اما برای یک اویله های برای همه آدمایی هستن که صدقاً برای رحمانوف غلامن انمی ای دولتی ساختگی و حمایت میکردگی تو بله ایرا مردم باید خوب درک کنه استاد دوملو ایرا مردم باید خوب درک کنه بفهمه که عقیب نشینی نمی ای عقیب نشینی نمی ای دیگه یکم کاری خوبی نداره عقیب نشینی بله درست سلامت باشی برادر دوملو نه آوازتای نه هیچی زنده و سلامت باشی سلامت باشی بفکر ما هیچیه مخته فهمیدیم مخته خوب فهمیدیم ولی انشالله که تو منو نفهمیدیم مهم مردم شنویده سنترم منم هیچ مشکلی نیست ولی واقعا هم خیلی بدبختی است در این یگان شک و شبهه نداشته باشید تا وقت رحمانوف است تا وقت ای اویله هست شما زندگانی بهبود و خوبه نمیتونه دیده برای همین یعنی که زندگی بهتر در داخل در خارج شدن یعنی شما باید زحمت بکشید زحمت کشی ما و شما از خودمون دلالت میکنه ما خودمون باید کار کنیم که یعنی که برای آیندهمون یعنی که تلاش کنیم پس کارمون باید انجام کنیم وقتی که شما نمیتونه یعنی که کار انجام داده وقتی شما نمیتونه کار انجام داده پس در توسط واتساپ داخل شه بله توسط واتساپ داخل شد یعنی که واتساپ قطعی زنگ بزنید هیچ مشکلی نداره توسط واتساپ مشکلی وجود ندارد مرحمت
یک برادر یک شعر نوشتگی است: ببین ای ملت عاقبت خارت کرده، دیدی آخر عهد و پیمان را شکسته، هر کجا صفحه صفحه وعده ها کرده، عهد بسته قانون نوشته، لفظ خود بشکستند، هم شکستند هم قتال کردند، اگر برداشتی سر انصاف نکرده عاقبت خارت کردند. از کجا آمد این ذاتی پست کشنه نفس، از تیه کلخاس، بی پدر بود گفت ندارم هیچ آله، از پیش هیچ کس نباشد پیروی، شور انداخت خون بیریخت آتش بیافکند، عاقبت جنگ کرد با خود، این ملت شیرمردانت کجا شد، یکی را تهمت و بهتان کردند، عاقبت لهب ز چشمت گرفتند، ترس از دلت نهاده آبرویت را بردند. خوب دیگر همین است که برادر شعرهای می نویسند و روان میکنند. خیلی خوب. بله واتساپ فرما. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. بله استاد شما الحمدلله خدا را شکر خوبه. کبزا برادر بله گوشت کسین با مردم مهاجر میگیم که وطن باید برادن این تیزتر سولی نوی کنیم رحمان فا مردم برگردیم تو سولی نوی کنیم بهترین. خوب خودت برادری که ای آلمان نوشته سی اووز روان کرده ما در وقتی برنامه اووزوتا نمیتونم شنویده. خوب میتونی که زنگ بزنی صحبت کنی اگر گفتی گپا. خوب خوب بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 341 لایک و 473 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند. در نظرسنجی اشتراک کنید. اگر یعنی که کم کم ناامید شده بگو کم کم ناامید شدم، اگر ناامید نشده بدرو بگو نه ناامید نشدم. من تا آخرم میزنم بازید رحمانوف، یعنی که ناامید نیستم. در گذاشتن لایکاتون یعنی که سهمتون رو بگذارید. سهم شما در گذاشتن لایکاتون همین سهمی هست که مردم دیگر میتونن پس از شما برنامه را تماشا کنن و این سبب بیداری مردم شود. خوب 344 لایک و امروز 30 نفر پادپیساتسا به شبکه اصلاح کرده است. خوب اصلاح ما به شکل‌های پیشینه نیست. همه وقت افراد تازه نفس وارد میشن، افرادی که یعنی که به وطن برگشتن یا که در حالت‌های هستن پادپیساتسا کردگیان، ولی افراد جدید هر روز 200 نفر 250 نفر یعنی که پادپیساتسا به همین شکل‌های گوناگون وضعیت به همین خیلی ادامه دارد. بله در نظرسنجی اشتراک کنید، نظراتتون رو بمونید. سری یعنی که 480 نفر 343 نفر لایک خودش گذاشته است. لایکاتون رو گذار. از داخل چند بار داخل میشه ولی نمیتونه داخل شده مقصد یعنی که حالت نمیتونه که داخل شده.
خوب بله از داخل چند بار شد درآمده سخت ولی صحبت کردن نمیتونی چون اجازت نداده. وقتی اجازت میتی همه را داخل میشه بعد خلاص صحبت میکنیم. یک جای اجازت دادن دارد با ایسر باید خارجه با بدروی. خب بله خوب اگر که افراد داخل شدن و صحبت کردن من صحبت من همون یک ساعتی معین بود که من صحبت من انجام دادم و برادرانی که واقعا در روسیه مشکل است داخل شدن هم واتساپ مشکل است با وی پی ان باید داخل شوند و هم یعنی که داخل شدن توسط یعنی اینترنت و برنامه یعنی استریم یارد همون خاطر یعنی واقعا از روسیه مشکل است ولی از اروپا مشکل نیست. بچه در اروپا بودگی ببینه این بچه کی است یک بار منش تا اینکه ببینه بچه چی نام داره چسبی چی بکن. خب این بچه کنسولی تاجیکستان در آلمان اگه کلانش کردن مردم خش رو بخوننش تا اینکه بفهمن اکثر تا اینکه مردم بفهمن. ما از پیش خودمون نگفتیم رحمانوف کیرا کنسول در آلمان میمونه. خب من اگه добрый вечер خوب دیدایسیه بیننده گرامی چی گپ رفته است از добрый вечер کی добрый вечер сегодня Табриз поднимал флаг и получил грамота за лучшую поддержку поздравляю. این грамота این معلومه این سفارتی کارمندی کنسولی تاجیکستان در یعنی که کنسولی تاجیکستان در آلمان امید این بچه شای تبریز در سفارتی روسیه در برلین میخونه و در همونجا در زیر بیرق روسیه یعنی که به جای که بیرق تاجیکستان میگن ولی این بچهش در اینجا میدرش که میکنه گرامتا میگیره و در گرامتا چی نوشتگی؟ در گرامتا نوشتگی نگرجدایتسا توچی نعمت زوده امی برای چی؟ برای بسیار هم یعنی که شکلی چیش خونده نتونستیستم ولی خوب دیگر همین سفارت روسیه بچه کنسول تاجیکستان گرامتا میتیه گرامتاش میتیه تا اینکه بیرق چی را بیرق روسیه را مچک دوره یا نه انا یعنی که چی نام دوره انا ایرا میگن پادوی یعنی ایرا میگن بچه هایی که برای بیرق وطن ملت میگن رحمانوف مردم مجبور میکنه بیرق میگه ولی بچه کنسول در سفارت روسیه در برلین بیرق روسیه را مچک میکنه و در تاش میسته قسم میخوره ولی خوب دیگر یعنی این را ملت مردم باید بفهمه که کی خائنه کی چیکار میکنه کی در کدام وضعیت کی در کدام حالت است. این همه مردم دیدن میدونن یعنی از پیش خودمون نگفته ایستیم ما این چیزی که یعنی که بچه کنسولی تاجیکستان در آلمان مردم پریکاز میکنه که برای فلان چیزی 10,000 را بخری بیاره بتیم 3,000 را بخری بیاره بتیم برای سپارتیفکا بخری برای کراسوفکی بخری همه چیز رسیده استن کنسول همه گپ خبر رسیده است ولی من شرم ده همون ملا و قاریه میکنم که با فرمان همی من مخنثا بچه ها را درس نمیگن میگن که نه اکبره دیگه ما را پیشوای ملت اجازت نمیتیه یه رود لخچه توری ملا و توری یعنی که شخصی که تو این درجه را خطا به احترام کردی وقتی که تو یعنی که از دین ترسیدی نمیتا عزت الله از تو میگیره نمیتا بی قدر میشه نمیتا یعنی یه شخصی میشه که یگان نمود خیلی قدر بگده تا نمیتی الله انمی از دور شدن از مزایای اصلی اسلام های همون خاطر خوب بفهمی که عزت در دست الله های و ذلت هم در دست الله های. بله عبدالله بفرما. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. وجه خوبه هم خوبه این برای رای دهی تا آمون بوده آخی رحمانوف هم انشاءالله که سکوت بخره حکومتش این رستم گنگ نشوه یک مسلمان دیگه شوه آخی همون هم مبارزه برای
که در دولت ما آبادی، دولت ما آزادی، امن باشه. ما همه وقت مبارزه میبریم، نطور که فقط برای رحمانوف. ما در همون پیش کلمه رحمانوف رژیم گفتگیم، فهمیده سه؟ در همونجا همین رحمانوف نباشه ممکن رژیم بره و خیکو. همین رحمانوف بگوشه رژیم رفت. رحمانوف که رفت رژیم بچهش ادامه میتیه. به همون خاطر حافظ اسد رفت رژیم بشار اسد ادامه کرد. اما به همون خاطر ما وقتی کلمه رژیم موندیم значит بفهم که نظام میشوه. نظام مثلا یک شکل دولتداری، یک شکل دولتداری، دولتداری. انا همو رژیم وقتی رحمانوف هم که بمبره بچهش هست، برای ما همو رژیم خودش کافی است که رژیم رحمانوفه. فهمو؟ انا میه مقصد انشاءالله که ایامی کروک شرکان ما بخمو فهمیدیم نظربایف اینه بود در قزاقستان باید الله گفته خودت نه سوریه را موضوع چی نظربایف هم گم شید اینه قزاقستان دا. انشاءالله که هر یک توجیه برای فرزند خودش، برای نبره خودش، برای زن امنیت زن فرزند خودش اگر که نموز کنه انشاءالله ایبان میره و رحمانوف نکد که گفته خدا یا پیروزی یا شهادت که ما انشاءالله نه فکر دموکراتی اجای نه فکر چیش ما هم مسلمان توجیک اوضاع در توجیکستان زندگی کنن، نه بدینش کار بگیرن، نه ظلمش کنن، نه حقش بخورن. اما وقت کسی باشه نباشه که ما در فکری هستیم، ما هیچ وقت در جای باشه نباشه فراموش نمیکنه که ما توجیکیم. از پیامبر صلی الله علیه و آله مدینه هجرت کرد، دعا میکرد که خداوند مکه برگردونه شه. بله الله این ملت توجیک صبر پیروزی عطا بفرماید. الهی نام که با مردن مو همین با مرگ مو همین بیاین زور مو نرسه بچه مو نرسه اقلن با کلمه شهادت گفتن زور مو میرسه که با در سر مو بیاین روز مو اقلن با کلمه شهادت گفتن زور مو میرسه که همین کلمه شهادت زندگی کنید همون وقتی مردن همون کلمه شهادت یاد نمیآید. فراموش نکن من عاش فی شیء مات فیه. فراموش نکن هر شخصی که در هر حالت زندگی کرد در همون حالت میمیره. فهمیدی؟ با همون خاطر عیش تو زندگانی تو در زیر انا همین حرکتون تمای مرگ تران در همین حالت میآید. اینا فراموش نکن. اینجا فراموش نکن. فهمو؟ تو نگو که من زندگی کنم با کلمه شهادت میبرم. اون کلمه شهادت خداوند نصیب کنه که میبری. اگر کلمه شهادت نصیب نکنه من عاش فی شیء مات فیه. هر حالتی که زندگی کرد همون حالت میبری. تو در حالت زندگی که تو فکر دارید به حالت کلمه شهادت دنیاش از زبان میاد. رقص تراتاتون دانستم و خاطر وطن دور همجا خونه‌دار شده گرفت فکر زندگی ده. الحمدلله تو که جای آواز مو میرسه، زور مو میرسه، گپ مو میرسه، یک خدمت مو میرسه. ایلان یک سنگ ایره با ایسو وردن که الله رسول گفت برای تاجیکستان در جای انشاءالله پسند میکنیم. انشاءالله کوشش میکنیم اقلا های مسلمانی ما نبرویم مخی در جای هستید کم بزنیم. اگر غریب شده مخوردن رشمون نگرفتن سچور بود دیگر بر پدر مادر مونا ای هر یک از باید فکری خیچه دوره کنه، هر یک از باید خیچه گم نکنه که هم کی بودنشه چی بودنشه ای گجا بودنشه. بله الو درسته. سلامت باشه برادر. الله پیروزی را با خلق همین مسلمان تاجیک بیاره. الله تام خلق تاجیکای تاجیکستانی را از ظلم براره. الله مهربان یک دولت مسلمانی اسلامی هم دیگر فهمی که مقصد یک جوان هم علمی دنیاوی بگیره حال بتونه هم علمی دنیاوی گرفته بتونه هم علمی اسلامی خبر افتاد. نه ترسکی مقصد از ما یک علمی دنیاوی علمی اسلامی میگیره من همه برن تروریسم میزنن من همه برن سلفیسم میزنن. همه وقت امیدواریم چیز عیدست مومن بیا کوشش میکنیم. سلامت باشه. سلامت باشه. خب یک نفر با نام اندره
بهترین نامی زور دارینه که هیچ توجیک شیری نرش اندره نامی نوی توجیکی بابای داملو گبزنی را باز کنیم مردکشن شروع کردن در کاره ای پیرخوگا یک نفر چپش میکنه یک دو شروع میکنه بله ما چیکو کردیم ما یگون افندی نقل داریم یگون آسونا نقل کردیم میزنی دبر ینگم اچوخش گرفته خوابی ما را بگو شروع کنیم ما شروع کردیم بر وقت ما 10 سال شروع کردیم شپیدیم ما همین قمیتونم کرده دیگه یگون کردیگه همین چیزی که عدس من اومده است از نگاهی دعوت از نگاهی فهموندن از نگاه معرفی انجام داده است دیگه گپ نزنیم گپ نزدن وظیفه من فهموندن گفتن بهتون که رسول اکرم پیامبر بود میورمد میگه که دیگه گپ نزنیم باید که هم تبخیزیم جنگ سر کنیم دعوت کرد 13 سال در مکه اوجا برومد هجرت کرد 2 هجرت بعد از اون در مدینه از مدینه بعد از اون کار شروع کرد تو اینکه فهموند مردم با اول فهموندن در کره به شکل نمیشه گپا بس کنیم مردک ما مردکیم که برومد گپ زدیسیم یعنی میتونه نومی خودم قطعی چهرم قطعی عکسم قطعی زبانم قطعی کارما انجام داده ایستم دیگه این مردی زیاد بشه اگر بگو نه مردی ای خزیات دیگه میشه من بتونم توشنم رفته یکم کسانای پرس میدونم چیکار کنم با کجا برم تاجیکستان تو در آسیا کشتی سه دبر ینگام اشاقش میگیری ساعت 9 بگی میزنی خواه سر میخزی میره پیش کار برد زندگی درفتی است پس من مردک نباشم شما کار مردکی را داری که من کار مردکی را دارم هیچ کو که برای مبارزه برادر اندره چی خدمت که برای مبارزه هیچی برای زن کودکای خطا که پس دیگه چی یعنی که ما را گفته است در حالتی که یک کار کن ما بگم که تو نمی برادر چی سهم گذاشته در مبارزه هیچی سهم تا گذاشته در مبارزه نی ولی روزها همش تمام میشوند هر یک برادرایی که با ما هستن همکاری کرده هستن اینا هر یک کدوم شخصیتاشون معین هست یعنی که یگون چیز فراموش شدگی نیست چسبیدگی چیه یعنی که هر یک وضعیت و حالتی که هست ما حالت دیده ایستیم یگون کاری نکرده ایستیم که در اون چی باشه یعنی که کوتاهی کرده باشیم الحمدلله الله شاهده یگون وضعیت و حالت خاموشی در ما نیست یگون نمود خیلی حالتی نیست که ما بگیم که کوتاهی کردگی باشیم ما یگان کوتاهی نکردیم ما در همه حالت کارمون انجام داده ایم پس کوتاهی از طرف ما نیست کوتاهی از طرف مردم رنگ همون بنی اسرائیل گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلوا و نحن هاهنا قاعدون خودتون طریق است برای خاطر خدا جنگ ما هم جمع شینیم اگه تام که اوزاش که بعد ما را هب گم میه متای در کار نیست مودب باید تو بخیزی کار انجام بدی اگه اگون کار انجام دادن نمیتونی پس یا خبکه یا اینکه ولی اقل خیرن اولی اسمود یکی میگه بخیزیم ما بارا خستگیم برادر گرامی ما هیچ وقت خب نیستیم و هیچ وقت یعنی که خاموش تگی نیستیم کارمون انجام داده استیم همه وقت دانت نیسته برادرایی که از هر ناحیه ها مثلا برادرایی که از 5 یعنی 1 نفر 2 نفر برادرای هستن خب بچه‌ای که در اروپا هستن معلوم هستن بچه‌ای 5 بچه‌ای که در روسیه هستید خب هستن بعضی برادرای منظور کمک می‌کردگی یعنی که کوشش کنید مثلا 1 نفر متصدی مونه بچه‌ای 5 بگیم اینمی کاری که ما انجام میدیم 1 نفری کارمند اصلاح ما با عهده میگیریم مثلا بچه‌های چرکو کارشون انجام میدن الله برکتشون بده بچه‌های مثلا هستن که انجام میتین کارهاشون بچه‌های عینی هستن کار میکنن بچه‌های چرکو هستن کار کرده‌اند استراوشن هستن کار کرده‌اند در بخشای هست در بچه‌ها از امریکا هستن که مثلا کارهاشون انجام داده‌اند ولی در مسئله مثلا کمکایی که با او کمک تنها با همون کارگر میرسه با ما نمیرسه او یعنی که شما یک تصمیم بگیره بچه‌ای که در انگلیه بچه‌ای که در گرمانیه بچه‌ای که در هر دولتی هستید مثلا 5 6 کسی اجیاشه بگیم ما اینمی کمکی مثلا نمی 700 یورو ولی یک کارگر است همین کارگر ما همین ماه روان میکنیم نه تا به حال 2 کارگر دیگه من مبلغ معاش گرفتگی نیست والله قسم 1600 چند سوم یک کارگرمون قرض داریم یک کارگر دیگه‌مون یعنی که خوب نیم قرض داریم یک کارگرش اگر حساب کنیم ولی از 2 کس یک تا کامل قرض داریم 2 نفر دیگر نیم قرض داریم یکش یعنی که 30000 روبل قرض داریم
یک تا دیگهش 25000 ای ماه گذشته میاد یکی اول مبلغ پرداخت نشد از مبلغ شد. یعنی که بچه‌ها سهمتون رو باید بگیریم. ما مثلا کاری انجام داده سم اقلا کاری میتونی کرده بکن، نمیتونی کرده در مبارزه سهم تا بگی. تو در هر کجا که باشی یعنی که باید تو سهم تا در مبارزه بگیری. یگان مشکل نداری، در روسیه هم هستی کارت انجام میتونی داده، در هر کجا که هستی، در اروپا هستی، در امریکا هستی، توسط پیپال، توسط کارت ها هست، توسط یعنی که همه نمودگی شکل کمک میتونی انجام داده کارتون. پس انجام بتیه، نه به فکر نکنه که یعنی ما همین خیلی بشینیم کار خودش میشونه. به شکل نیست. دالمانوس وقت خانه محمدالله باس، خانه زهیر، خانه پینگوین باز یک دو کسی دیگر 24 ساعت سوی دارن. این شاخ و دنبی زیادی دارن. الله لعنت میکنه ها، یا شاخ و دنبی زیادی دارن. بعد گفتی گپا برای که اینا کی هستن؟ اینا یعنی که ویشی обществоан، اینا افرادی هستن که رئیسای شما هستن، رئیسای همین مردم زندگی دارن، رئیسای همونا هستن. خب ما ایمو نداریم و ایمو بیزا پس نیسته. تلگرام هست و توسط تلگرام نویسید، توسط تلگرام اون مشکل ندارید. با وی پی ان واتساپ هم مشکل ندارید. بوت انشاءالله که ممکن از ماهی آینده میکشویم توسط بوت میتونید یعنی که تماس گرفته. ولی گپ زدن مهم کار کردن است. اما آدمی که میتونه کار کرده به این شکل روشید میتونه مینویسه، کارش انجام میده، یگان مشکل نداره. و همون خاطر یعنی که کارمون باید هر یک قدم ما شما انجام بدیم. بچه‌ای که از غرمی، از نورآباد، از فیض آباد زحمتاتون رو بکشید، اما مبارزه سهم خودتون رو بگذارید با هر شکلی از با نوشتن، با معلومات ارائه کردن، با کمک‌های برای کارمندان اصلاح، برای بچه‌ای که هستن، هر شکل باید کارتون انجام بدید. مبارزه تنها با یک گپ زدن، با یک گفتن نیست. مبارزه با شکل‌های گوناگون می‌شود. یعنی نه اینکه مبارزه تنها با یک گپ زدن است، با یک مثلا برنامه را پیش بردن. برنامه مبارزه با شکل‌های گوناگون است که باید که کار انجام شود. من خاطر هیچ وقت یعنی کوتاهی نکنید در قضیه مبارزه. باید هر یک قدم سهم خودتون را بگذارید. امکان ندارد در قرغنی سهم خودت هم یکی ای پیش خانه زایر میگذری، اما را سینمات که پرتو در اصلاح ای پیش خانه یعنی که در چپای فی سینمات که پرتوش پرتا نگو کاملا او دوربین سینمات که بگین می خانه گپ نزد، هم سینمات که 30 سکند پرتوش این همی چیز بسای مردم ندارن سویت. در گوری مریم سویت، در خانه حاجی امیر سویت، در خانه زایر سویت، در خانه اسماعیل سویت، در خانه گفته گپا فلانیش سویت. پرتو اینو همش کارن. در خانه رئیس ناحیه فلان جا سویت، در خانه ما سویت نیست. اینا را پرتو نمی‌نو خدمت نمی‌نو کاری هستن که مردم نشان داده میشن. اما خاطر هیچ وقت کوتاهی در بخش‌های گوناگون مبارزه هیچ وقت از طرف ما و شما نباید صورت بگیرد. هر شکلی که هست کارتونه یعنی که کوتاهی در مبارزه نباید برید. خب برادرها که در چی نام دارد نظرسنجی 531 نفر در نظرسنجی اشتراک است. 86% هرگز خسته نیست و 14% مردم یعنی که کم کم ناامید شدگی‌اند. بله 14 نفر ولی 86% ناامید نشده است. ولی هم باور داره که رحمان فی پدرسگا چپا میکنیم ان شاء الله نزدیک است. در مسئله بازارسوزی برادران میگن برادرای گرامی تا وقت رحمان و فصل سویت نداری، تا وقت رحمان و فصل بازار سوخته میشه و تا وقت رحمان و فصل بچت از روسیه استرداد میشه، تا وقت رحمان و فصل بچت ابله و قبیده میشه، تا وقت رحمان و فصل 10 سال تیرماه بهار تو باید که دن بسپاری، در حالتی که 16000 ارمی داریم و 600,000 بچه را میقپن هر سال مبلغ میکنن میگیرن از اونا. یعنی که ای کلوب بینه تماشا کرده بچهش کسلی اپیلپسی که میقپه که دیونه میشه بهش میشه و همون را گرفتگی اسکریش بردگیان. یعنی اینو رحم ندارن به هیچ کس. ولی بچه صحت خود کماندیرا و بچه صحت خودشون اون کس یگان کارشون نمیکنه. برای چی؟ برای که قانون برای مردم عادی است، برای یعنی که اون چیزی که مربوط به عائله خودشون است با اونها یگان مشکل وجود ندارد. به همون خاطر در این قضیه باید یعنی کوتاهی نکنید. در این قضیه باید مردم همه باید که به یک شکل سهم خودش در مبارزه برای مبارزه باید که
حتما بگذاره. اگر هر چیزی که میتونید، تو نگو که من نمیتونم یگون کار کرده، حتما هر یک قدمی ما و شما سهم خودمون در مبارزه باید بگذاریم. هدهد وقتی که در حضرت ابراهیم پرتافتن در درون آتش چیکار کرد؟ یعنی که با حتی با منقارش آب آورد پرتاب. اگه آبی که هدهد میگیره میاره میپرتاید چنقه آب، ولی همون هم زحمت چکشید که ای خدا من یعنی که غافلم، حساب نکن من غافل نیستم. یعنی که من کیم؟ من غافل نیستم از این چیزی که خلیل تر در آتش پرتافت از نمرود. من زحمت نکشیده هستم، اون چیزی که میتونم انجام داده هستم. میتونی یک کاری کوچک یک برادر میکنه که به خدا قسم رزونانس میته سبب آغاز انقلاب میشود. و همون خاطر هیچ وقت کاری خودتونه یعنی که گفتی گپات انجام درست دادن در کاره در همین قضیه هیچ وقت کوتاهی نکنید. خوب بیننده عزیز و گرامی، فعلا دیگر یگان نفر نیست. واقعا در آسیا اینترنت مشکل است و خوب دیگر برنامه ما تا این دقیقه به همین شکلی که دیده ایستاده. 537 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن، 354 نفر در یعنی گذاشتن لایکاشون، لایکای خودشون گذاشتن. خب بله، امیدواریم انشاءالله باز هم روزی یکشنبه خدا خواهد برنامه دیگرمون انجام میتیم. خب البته با وضعیت و نظر و برادرانی که قضیه را میدونید و میفهمید بفهمید که کار باید ما و شما انجام بدیم و انجام دادن کار باید دوش هر یک نفری ما و شماست. سهم خودتون در مبارزه با هر شکلی که هست باید هر یک نفری ما بگذاره تا اینکه بتونیم کار برای ملت و مردممون انجام بدیم. بله برادر نوشته است در مسئله محمود خدایبردی، بله یعنی که یه آدمی از هر ملتی که در همین تاجیکستان هست اون به اصل نسب نباشد، اون انسان است، میتوند خدمت کند. رحمانوف از یعنی که قطار جمله فرزند آدم نیست، این فرزند مریم گورسوخته. وقتی که اوچش مریم گورسوخته بعد ایرا فرزند آدمش میگه این فرزند آدم نیست، این پدن علت کار که دامو اومدگی دوشنبه در دیاتون باشه. اگر ژورنالیست اومدن میخوان که بپرسن تمام پرزیدنت دنیا را ژورنالیست میشنه در پیشش صحبت میکنه تا اینکه یگان چیزش بپرسه ایو گپ گیره. ولی زلنسکی را ببین، هر پرزیدنتی که در دنیا هست میره میشنه صحبت میکنه، گپ میزنن، میپرسنش یگان چیز گپ میزنه. ولی رحمانوف دکرد ژورنالیست اومد چی میگه؟ آش خورده پگودای کاروچی استانخ گرمه خنکش خیلی خیلی پدن علت بجایی که جواب بگو. برای اینکه بدون کنسپیک گپ زدن نمیتونه، وظیفش گپ زدن نیست، یعنی که فقط دروغ میگه، سر ای کنسپیک میبرداره یعنی که در عالم توف میکنه. برای چی؟ به خاطر که یه آدمی است که از کوچه علم سواد گذشتگی نیست. ولی قتل تو را نابود کردن ملت، دزدی را، غارت و بهترین شکل آموختگی است و همون شکل قدیم مردم غارت داره. پس این ملت باید دوستش از دشمنش جدا کنه، دوستش از دشمنش جدا کنه. در غیر حالت نمیتونیم ما و شما یعنی که موفقیت نصیب روزی ما بگردد. پس ما زحمتمون میکشیم، انشاءالله که نتیجه در دست الله هست. خوب بیننده عزیز گرامی، در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این ملتی ما و شما را، مردم شریف تاجیکستان که از تمام ملت ها و قوم های گوناگون عبارتند، از ظلم و ستم این رژیم منحوس رحمانوف نجات بتید و الله سبحانه و تعالی زندانیان بیگناه ما و شما را در وضعیت و حالت های قرار دارند که بیگناه در زندان های رژیم رحمانوف هستند، هر چیز زودتر به آزادی اونها را برساند. الله سبحانه و تعالی عزت و شرف و ملت و مردم ما بار دیگر بر بگرداند. الله سبحانه و تعالی رحمانوف و عائله کثیف و پلید و منحوس او را و همه آن حالتهای وخیمی که بالای این ملت آورده است خداوند نصیبشون بگرداند که با چشم این ملت ببینند، چنانه که خدا در قرآن گفته
ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، در قصاص برای شما حیات است. پس همون حیات برای این ملت در قصاص این، تا اینکه دل این ملت تر شود در عذابی که کشیده است، همون عذاب و مصیبت الله سبحانه و تعالی بر سر رحمان و فی کثیف بیار، تا اینکه هر چیز زودتر خداوند در بدترین حالت و وضعیت این کثیف رحمان و قرار بتید. الله سبحانه و تعالی همه آن وضعیت و حالتی که مردم مهاجر دور از وطن دارد حالتهاشون آسان بگردان. خداوند شجاعت، حیثیت، ایمان، عفت و شرافت و همه مردم تاجیک و همه شهروندان کشور عنایت کن، تا اینکه بتونیم در مقابل یک دیکتاتور، یک ظالمی ما در به خطا رفته ایستادگی کنیم. خداوند همه آن عزت و شرف گم کرده ما را برای ما بار دیگر عنایت کن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Давайте в этом видео рассмотрим внутреннее устройство